بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ای اولاد یعقوب علیه السلام یاد کنید نعمت مرا، التي امو نعمت انعمت علیکم که ما انعام کردیم بالای شما. و انی و یقینا ما، الله متعال می فرماید فضلتکم، شما را برگزیدم، ترجیح دادم یا برتری دادم، علی العالمین، بالای مخلوق امو زمانه. واتقوا یوما، خود نگاه کنی از عذاب او روز، یعنی تیاری و آمادگی برای نجات او عذاب در دنیا بگیری. از او روزی که لا تجزی نفس عن نفس، دفع نمیتونه یک نفس عن نفس شیئا، از نفس دیگه هیچ چیزی را، ولا یقبل منها، قبول کرده نمیشه و از این نفس شفاعت، سفارش، ولا یؤخذ، گرفتم نمیشه منها از این نفس عدل، فدیه یا عوض و بدل، ولا هم ینصرون، و نیست این مردما کسایی که گناهگار هستند عذاب داده میشه امداد کرده شدگان. و اذ نجیناکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما نجات دادیم شما را، یعنی آبا و اجداد شما را، اگرچه خطاب برای یهود زمان پیامبر علیه السلام است، نجات از پدرها و بابا و اجدادشان است. قابل یادآوری است در آن وقتی که نجات دادیم بابا و اجداد شما را من آل فرعون، از تابعدارای فرعون، از لشکر فرعون. یسومونکم، میرسانید شما را سوء العذاب، خیلی عذاب زشت و بد. یذبحون ابناءکم، ذبح می کرد مسلسل اولاد شما را، بچه های شما را، پسرای شما را. و یستحیون نساءکم، و می گذاشتن زنای شما را برای خدمت، یا و یستحیون بی حیا می ساخت زنای شما را. و فی ذالکم، در این نجات یا در این عذاب از طرف فرعون، بلاء، امتحان بزرگ است، من ربکم، از جانب پروردگار شما، عظیم، بزرگ. و اذ فرقنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که جدا کردیم، یعنی شق کردیم، بکم، بالای شما، البحر، بحر، فانجیناکم، نجات دادیم شما را، و اغرقنا آل فرعون، ما غرق ساختیم تابعدارای فرعون، و انتم تنظرون، حال است که شما به چشم سر می دیده. و اذ وعدنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که وعده کردیم موسی، امرای موسی علیه السلام، 40 لیلة، 40 شب، ثم اتخذتم العجل، بعد از شما گرفتید، جور کردید گوساله را معبود، من بعده، پس از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور. و انتم ظالمون، یقینا که شما و انتم، و شما ظالم هستی، یعنی حق نشناخته. ثم عفونا عنکم، بعد از او درگذر کردیم، یعنی عفو کردیم، گذشتیم، عنکم، از شما، از این جرمتان، من بعد ذالک، پس از این انجام جرم، لعلکم تشکرون، به این خاطر که شما احسان الله را بپذیره، قبول کنه. و اذ آتینا موسی الکتاب، قابل یادآوری است در آن وقتی که دادیم ما موسی علیه السلام الکتاب، کتاب، والفرقان، یا او توراتی که صفتش فرق آورنده در بین حق و باطل بود، لعلکم تهتدون، به این خاطر که شما هدایت یاب شوه. و اذ قال موسی لقومی، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت موسی علیه السلام به قوم خود، یا قوم، ای قوم ما، انکم، یقینا شما، ظلمتم، تجاوز کردی، ظلم کردی، انفسکم، بالای نفسایتان،
چرا که نفسایتان در مورد غضب الله قرار دادی یا عذاب الله قرار دادی. باتخاذکم العجل، به سبب گرفتن شما، جور کردن شما گوساله را معبود. فتوبو، پس زود زود رجوع بکنی الی بارئکم، به او ذاتی که شما را پیدا و شکل داده. فقتلوا انفسکم، بکشی نفسایتان به طریق توبه، تسلیم کنی خدا برای قتل. یا است که خودتان بکشه، یعنی کسایی که غیر مجرم است مجرم بکشه. ذالکم خیر لکم، این رجوع به سوی الله و خود تسلیم برای الله و قتل کردن ای بهتر است. عند بارئکم، به نزد پروردگاری که شما را شکل داده، خالقتان است. فتاب علیکم، پس رجوع رحمت کرد الله متعال بالای شما هنگامی که شما توبه کردی. انه یقینا الله، هو امی الله، نه کسی دیگه، التواب، بار بار برای هر کس توبه قبول کننده است، الرحیم، و رحم کننده است. و اذ قلتم یا موسی، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما گفتی که ای موسی علیه السلام، لن نؤمن لک، هرگز باور نمی کنیم یا هرگز اعتراف نمی کنیم، لک برای تو، حتی نر الله، تا که ببینیم الله را جهرتا، عیانا و اشکارا. فاخذتکم الصاعقه، گرفت شما را آواز هیبتناک یا آتش، و انتم تنظرون، حال است که شما می دیدید. ثم بعثناکم، بعد از او شما را زنده ساختیم، من بعد موتکم، پس از این مرگ تعذیبی، لعلکم تشکرون، به این خاطر که شما قدر نعمت الله را بدانی. و ظللنا علیکم الغمام، ما چتر ساختیم، سایبان جور کردیم، علیکم بالای شما، الغمام، ابر سفیده. و انزلنا علیکم المن، فرو فرستادیم بالای شما المن، و چیزی که بی مشقت و بی محنت به دست می آمد، یا عسلی که به مثل شکر واری بود. و السلوا، و او سلواره، یعنی او پرنده هایی که گوشت خیلی لذیذ داشت. براتان گفته بودیم که کلو بخوری من طیبات، از چیزای پاکیزه و حلال، ما آن چیزی که رزقناکم، شما را روزی دادیم. و ما ظلمونا، یا ظلم نکردن بر ما، یعنی چیزی را از ما کم ساخته نتانستن، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن این مردم بودن بالای نفسای خود ظلم میکردن. و اذ قلنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گفتیم ادخلوا، داخل شوی، هذه القریه، دی قریه، فکلوا، بخوری، من هذه قریه، حیث شئتم، از هر جایی که شما خوش داره، رغدن به فراخی و خوشگواری. و ادخلوا الباب، داخل شوی از دروازه های این شهر، سجدن، در حالی که تابعدار الله باشه، یا سجدی شکر و نماز شکر خوانده باشه. و قولوا، بگوی، در وقت در آمدنتان غرور و تکبر نکنی، حطوة، سوال ما یا طلب ما از الله متعال محو کردن یا از بین بردن گناه های ماست. حطوة، از بین بردن یا انداختن گناه های ما از ما. نغفر لکم، ما پرده اندازم بالای شما امرای تجاوز گناه، خطایاکم، گناه هایتانه که به قصد انجام دادی. و سنزید المحسنین، زود است که زیاد کنم احسان خدا امرای او کسایی که او هم احسان کننده است، یا در عبادت، یا به امرای الله یا به امرای مخلوق الله. فبدل الذین، تبدیل ساختن یعنی تغییر دادن، الذین ظلموا، کسانی که ظلم کردن، چی را تغییر دادن؟ قولا، امو گفتاری را، و گرفتن غیر الذی، غیر زو سخنی را، قیل لهم، که برشان گفته شده بود. فانزلنا علی الذین، پس ما فرستادیم بالای کسانی که ظلموا، ظلم کردن، رجزا، عذاب دردناک یا عذاب عبرتناک، من السماء، از طرف بالا، بما کانوا یفسقون، به سبب ازی که مسلسل از طاعت و فرمانبرداری الله خارج می شدن. ترجمه لفظی مانده بود، از او خاطری را ترجمه لفظی کردم. موضوع در اینجا بود که فرعون بالای بنی اسرائیل عجیب ظلم های میکرد. الله متعال بندی خود در دنیا در هیچ حالت به امتحان نمیگذاره. دنیا میدان امتحان است، آزمایش است. آزمایش های الهی دو قسم است، یکی تکوینی، یکی تشریعی. تشریعی امتحاناتی است که ما مامور میشیم به انجام یک عمل یا منع میشیم از ارتکاب یک عمل، ایرا امتحان یا آزمایش تشریعی میگه. یکی حوادثی است که مطابق روزگار انسان میاد، گاهی زیر ذلت کفر میری، گاهی فقر و بیچارگی تو را فرا میگیره، گاهی مریض میشی، گاهی مال و اولادی دست بین میره. یعنی حوادث روزگار که سر انسان میاد یا امتحانات الله متعال است. امتحانات الله متعال
دو قسم می باشه، به دیگر قسم تقسیم. یکی به اعتبار دادن نعمت های فراوان است، یکی به آوردن مصیبت هاست. در دادن نعمت ها امتحان الله متعال است که انسان نعمت الله را شکرگزاری بکنه، در قلب عقیده داشته باشی که این نعمت منعمش الله متعال است، در زبانم اعتراف بکنی و بعد از او به اعضای خود همین نعمت برای کدام مقصد و هدف که روان کرده استفاده و استعمال کنی، یعنی مطابق مرضی الله متعال از نعمت الله استفاده بکنی. این امتحان الله در او چیزایی است که بر انسان فراوانی میده. گاهی مصیبت ها و تکالیف میاره به این خاطر که انسان صبر بکنه، استقامت اختیار بکنه، بگویه که از جانب الله ام است، هر قدر سخت است خیر است، پاداش ازی یا عوض ازی خیلی بزرگ است. به خاطر پاداش و عوض ازی این مصیبت و تکلیف هیچ کدام درد یا رنج بر ما نداره، تاثیر به ما نداره. این دو قسم امتحانات الله بود. اینجا در ذالکم و فی ذالکم بلاء اشاره یا به نجات است یا به عذاب دادن فرعون است. اگر عذاب دادن فرعونیا که هم اولادشان در دم رویشان کشته میشه، جگرگوشیشان ذبح میشه و هم سیاسرایشان بی حیا میشه، سخت حالت است. الله متعال میگه اینقدر قوم بی غیرت به درد نمیخوره. چرا؟ از جان فرعونیا آب نمیره، از وام خون میره. انسان اینقدر خود بی بس نکنه، بی کفایت نکنه که سری تو به این اندازه تجاوز میشه و تو دست بسته برش استاد باش که چپیلاک کاری کنه تو را. الله متعال تو را همت داده، امو اسباب و وسایلی که امرای از اوسته امرای تو هم است. از او خاطر مسلمان در یک مرحله ولو که دنیای کفر هر قدر تعدادش زیاد باشه، وسایل پیشرفته داشته باشه، مسلمان تسلیم نشه. چرا که مسلمان بر علاوه از اینکه او هم قتل میشه تو هم قتل میشی، لیکن تو یک چیزی زاید دادی و ترجون من الله ما لا یرجون. مسلمان از الله یک امیدی دیگه داره، عزتمندی آخرت است، مقام و منزلت آخرت است. از او خاطر گاهی هم در مقابل کافر تن نمیده ولو که هیچ چیزم در دستش نباشه، کسایی که ایمانش پخته شده باشه، ربط قلب آمده باشه. مشکل ما اینجاست که ما حتی نوع انابت در ما پیدا نشده، وصل نآمده، استقامت اختیار نکردیم، در مرتبه ربط القلب نرسیدیم. اگر در مرتبه ربط القلب برسیم باز در مقابل دنیای کفر چشم حراس قطعا نداریم، هیچ نداریم. الله متعال اینجا بنی اسرائیل مورد امتحان قرار داد. عجیب است به این اندازه ظلم سرتان روان، سیاسرایتان ددم رویتان قتل زنا میشه، اولادتان ذبح میشه، شما قرار نشسته باشه به این بهانه که ما کم هستیم؟ نه. ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت دین الله را بکنی الله نصرت میکنه. روزگاری که رسول الله مبارزه را شروع کرده نه لشکری قوی است، نه کدام چیسته لشکری منظم است، نه تربیت یافته است، نه کدام دفتر و دیوان است، هیچ چیزی نیست. افراد خیلی کم، فقیر و غریب، غلام، کسایی که هیچ اهمیت برش نمیده، از مردمایی که مردم او را هیچ در مردم شمار نمیکنه، از او هسته اسلام جور میشه. و امروز صدای اسلام تا کجا را میرسه؟ امروز ببینید مسلمان ها کدام منطقه استراتژیک نیست که امرای مسلمان است، کدام چیزی با اهمیت در زندگی انسان نیست که در زیر تسلط و قدرت مسلمانان است. اگر نفت است، اگر نقطه مرکزی دنیا هست، هر مسئله قطع مسلمان است. اما تأسف در اینجاست که مسلمان گرفت استعمار پرچه پرچه کرد، در بین مسلمان منافقه پیدا کرد، در بین مسلمان امو مردم چاپلوس و نعوذ بالله نوکری خود پیدا کرد که همیشه مسلمان ها را زد، ضربه زد و با قومیت تقسیم کرد. امروز جنگا به نام قومیت میشه. بنی اسرائیل بیبی، یهود بیبی، این قدر گپ است. عربا جنگ میکنه به حیثیت وطن، من حیث عرب، من حیث عرب تو کامیاب نمیشی. الله که وعده نصرت کرده من حیث عرب نکرده، من حیث اسلام کرده. اگر به نام اسلام حرکت بکنی الله تو را نصرت میده. اگر به نام وطن و به نام منطقه و تنظیم حرکت کرده این نصرت الله قطعی کسی نمیکنه. از همون خاطر است تا وقتی که تحزب و دل بازی باشه، جبهه و جبهه بازی به نام خاص باشه، الله نصرت شامل حال مسلمان نمیکنه. وقتی که برای به نام اسلام جبهه باز شد اونجا باز الله نصرت خدا حتما کرده رو است. امروز عربا که جنگ میکنه به خاطر عربیت، از اون خاطر الله نصرت هم برشان نمیاره. گپ در کجاست؟ بنی اسرائیل مورد امتحان الله قرار گرفتن. در این طور مرحله مگر انسان همت و غیرت نکنه و زندگی چی به درد میخوره؟ دیروز ما گفتم الله متعال انسان از ذلت و خواری نگاه بکنه. ما و شما میریم
تاریخ نوشته میشه. اولاد ما ورق تاریخ میخوانه که پدرای ما اجداد ما چی کرده بود، تسلیم به چی شده بودن، چه قسم کار کرده بودن. اینطور نیسته امروز 4 روز روزی تو خود تیر شد، دلار گرفتی یا دا پاچایی رسیدی، ولی ثبات تاریخ نوشته میشه. بان یک نامی را که لا اقل برات گفته شود که الله مغفرت کنه شه، نگویا که لعنت الله سرش، و در دنبال نامت بی غیرت نوشته شود. نعوذ بالله. شاه شجاع تا امروزه شاه شجاع چی کرده؟ هر فرد خرد و کلان ملت که نام شاه شجاع را میشنوه نمیگه که الله او را مغفرت بکنه، به خاطر ازی که انگلیس آورد، به خاطر ازی که بی غیرتی کرد. بر یک مسلمان گاهی نمیزیبه که خود تسلیم به کفار بکنه. و چی میگه؟ کلانای ما گپ میزنه که اگر این کفر برایه ما از گشنگی میموریم، این کفر برایه ما به اتفاق میشیم، این کفر برایه ما خود نگاه نمیتونیم، ما حفاظت نمیکنیم. این دلیل بالای چی است؟ اصلا ما عقیده به الله نداریم. اگر عقیده به الله داشته باشیم، حافظ و ناصر کیست؟ الله هست. اگر ما تسلیم به حکم الله بکنیم، این کفار یک روزم 1 ساعت هم نمیتونه در منطقه مسلمان زندگی کنه یا اینجا حکومت بکنه. خب ما تو تسلیم شدیم، جای ما تو دادیم، در یک جای جنگش شروع میکنه، دیگه مملکت بگه میدان هوایی میده، دیگه مملکت را و اکمالاتش میکنه، باز اونجا جنگ ناروا میشه، اینجا روا میشه. عجیب است، عجیب علما باز پیدا میشه، فرق میکنه در بین ازی که اینجا جنگ روا اونجا ناروا. کافر در هر جای کافر است، کشتنش اینما چیست؟ وجدتموهم فاقتلوهم اینما وجدتموهم، بکشش هر جای که یافتی. مکانی تو تغییر حکم در مکان نمیشه، بسیار مشکلات هست. ما گفتم که این جنگا چی شد؟ وطنی شد، جنگ اسلام نشد. این خاطر است که هیچ پیشرفت نمیشه، هر جای مسلمان ها سرکوب است، امتحانات الله می باشه. ما در هر مرحله مورد امتحان الله قرار داریم. بفهمید در یک جای که یک مسلمان تعذیب میشه، شکنجه میشه، در برما، در چچن، در کشمیر، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در هر جای است، کل مسلمان ها مورد امتحان الله قرار گرفته. اینطور نگه که ما خلاص شدیم، لااقل یک دعا برش نمیکنیم به اخلاص، یک دعا دیگه را خود چی میکنیم؟ مسلمانای ما خود در رادیو میشینه، قاضیش رادیوست، مطابق رادیو فیصله میکنه، غیر نسبت عیب و نقصان و زور و ظلم به مسلمان کده دیگه کار نداره، فقط همی کار کرده رایسته. پیش الله رفته نیستیم. الله از پیش ما سوال میکنه چقدر دلسوزی و درد با دین داشتی، با مسلمان داشتی. از او خاطر الله میگه فی ذالکم، در اینمی عذاب دادن فرعونیا به این مردم بلا اون امتحان بود من ربکم، از جانب پروردگارتان، عظیم بزرگ، سخت امتحان بود، باید مقاومت میکردی. از همون خاطر بود که الله متعال موسی علیه السلام روان کرد، قوم منسجم کرد. فرعون خیلی ظالم بود، ولی او وقت که موسی علیه السلام آمد کدام لشکری بنی اسرائیل خود زیاد نبود، اما مردم بودن. لیکن برای ما و شما واضح میشه، قرآن درس میده مردم جمع کی میکنه؟ شخصیت میکنه. کسی که واقعا دلسوز است، کسی که اهلیتی جمع کردن ملت داره. موسی علیه السلام ملت جمع میکنه، به جهاد تشویق میکنه، آماده میکنه به این کار. اینطور رهبر به کار است، اینطور نفر به کار است که مردم انگیزه بده، مردم بدانانه که ما در کدام مستوی زندگی میکنیم، ما غلام هستیم یا آزاد هستیم، کدام رقم هستیم. این آدم باید حس کنه او باید درک بکنه که ما در کدام حالت قرار داریم. مورد امتحان الله متعال قرار داریم. ریش سفیدا و بزرگای ما جمع میشه به خاطر پیمان استراتژیک با کفار، پیمان استراتژیک که تو امضا میکنی. کدام قسم پیمان هستی؟ به خاطر چی پیمان است؟ احترام قرآنی تا داره، حدیثی تا داره، دینی تا داره، کدامش هسته؟ از نگاه اول یک دفعه از شرع فتوا طلب بکو که رواست یا نروا. این مردم ها باز لاف میزنه که ما اینطور کار کردیم در لوی جرگه جمع شدیم. بگیره پیسه تانه، خیر است. روزی قیامت به الله جواب میگه. به الله قسم که یک قطره خون اینجا میریزه، یک بیابی و رسوایی فحاشی میشه، در جرم شما مردم که اونجا امضا کرده شریک است. روزی قیامت به الله جواب میده. مفت کنیست؟ هر ذلتی که به این مسلمان بیا شما اول لنبر جواب دادنی در روز قیامت است. خدا نماینده ملت معرفی میکنه. از کدام ملت؟ از ملت کافر، از ملت دموکرات، یا از ملت اسلام؟ از ملت که افتخار داره. کدام ملت؟ ملت که عزت داره. خدا نماینده از این معرفی میکنه. باید بدانیم قرآن این درس بر ما میده. بنی اسرائیل الله میگه امتحان بزرگ آمده بود.
در این مستوا هم زندگی کنه، بازم در مقابل فرعون قیام نکنه. یک یا مراد و فی ذالکم، در این نجات شما امتحان بزرگ بود. الله از این طور زور و ظلم شما را نجات داد، شکرگزاری میکنی یا نمیکنی؟ لیکن بنی اسرائیل زور امام زده تراویح، امام کنه و تراویح کنه، باز نمو فسق و فجورشان بود، شکرگزاری نکرد. سر ما الله بسیار امتحان بزرگ آورد از نعمت بزرگ. روس با او قوه و قدرت خود با 4 دانه بگه افراد بی سر و پا الحمدلله به زانونش هست. پس می آمدیم، ضرورت به این نبود که تقسیم میکردیم پشتون و تاجک. نشد تقسیم حکومت؟ ندیده؟ تقسیم نشد. جنرالای کمونیستی تاجک قطع یکیش، جنرالای پشتونش قطع دیگهش نبود. همینطور از حقایق انکار کرده نمیتونه. این گپاس کجا میه؟ این ملت دا کجا کشاند؟ تا امروز همی گپ روان نیست، همی فارسی و پشتو روان نیست. ما پابند دین الله هستیم، پیش ما پشتو و فارسی اعتبار نداره، پدر و برادر اعتبار نداره در مقابل دین الله. پیش ما دین اهمیت داره. تا امروز عالم امام کش کرده رئیس در طرف پشتو، عالم امام کش کرده رئیس به طرف فارسی. نیست همینطور؟ با چشم سر جنایات عظیم کفار میبینه، چشم سرش پت میکنه، یک سخنم نمیگه، ردم نمیکنه. تو عالم در روز قیامت شیطانی اخرس نیستی، گنگ نیستی، لحاظ قومیت کردی، لحاظ منطقه را کردی. تو رو الله مسلمان پیدا کرده، مسلمان پیش تو اسلام قدر داشته باشه. پیش الله رفته نیستیم، شکرگزاری نعمت الله را نکردیم. حالی ببینه ما ایران به این ماندیم که یا تصوری چی داره، امی تو کلی قومی تبیخی پاچا ساختی، آخر کجا میری؟ یک روز در حالت نزع نمیری، در جان کندن نمیری، ملک الموت سرت نمیه، از این دنیا نمیری. به الله چی جواب میگی؟ به الله چی جواب میگی؟ من خو علما را میگم که علما بیا این مردم یک دفعه اسلام نشان بده، باز بعد از او تاپای کفر و مرتد ارتداد سرش زده بره. اول یار مسلمان بسازی که اسلام شناخته یا نه. اسلام چی را میگه؟ درد و رنج کجا را کشیده رو استیم ما؟ نعمتهای عظیم الله را قطی پا زدیم. حالی اینی حالات ماست، حالات زبون، حالتی که ذلتبار است، حالتی که بالکل تصورش نمیشه. در تاریخی تا نمیتور زندگی را تیر کرده بودی. جدا موضوع است که 4 دقیقه بیگاه یک کمی شراب و کباب آدم برابر باشه، خوش هستی که اینا پیدا شده، یا حلال یا حرام. تو غیرت و ایمان داری، از ایمانت سوال کو، از غیرتت سوال کو که در کدام مستوا قرار داریم، در کدام مستوا. این کلش امتحانات الله است. هر کدام ما علایده به اندازه توان و طاقت ما و شما مورد امتحان الله قرار گرفتیم که شکرگزاری نعمت الله را کردیم یا نه، در مقابل مصیبت و تکلیف صبر استقامت اختیار کردیم یا نه. بنی اسرائیل مورد امتحان قرار گرفت، الله یادآور میشه، برشان یاد میکنه، برای ما و شما یاد میکنه. همین گپ پیش ما و شما هست. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم. بله، اونجا گذاشتن زنا در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه در روز قیامت از علاماتش است که زنا زیاد بشه، حتی به یک شخص 50 زن هم اگر تقسیم شوه میرسه. این خودش مصیبتی بزرگ است، تکلیفی بزرگ است. چرا؟ سبب ازدیاد معاصی و گناه ها میشه. امروز همونطور نیست؟ به دست خود ما مردم همی زمینه را مساعد نکردیم. این مهرهای انگفت، این تویای انگفت، این لیستای انگفت که هتل توی در عروسی شوه، در کدام مستوا رسیده؟ کدام حالت نامده سر ما و شما؟ چرا؟ به خاطر ازی که یکی به مردار پیدا کرده، رفته 4 روز نوکری کرده، قطی کافر دبل پیدا کرده، او که توی خود در هتل خیلی پیشرفته گرفت، آلی او درزادش میگه که من اینطور نشا، دختری مازو کم چی است، بچه مازو کم چی است. و برادر خو حرام پیدا کرده، آلی تو چی؟ خودم می سوزانی قطع از او. آدمی غریب مسلمان هستی، یا غریب مسلمان پیدا کو، دور روزگاری تا پیش ببر. نه، من همونطور هستم. زدیم خود تباہ و برباد کردیم. در کدام حالت رسیدیم؟ الله رحم بکنه.
و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم. الله نعمتای خود یک کا یک به بنی اسرائیل ذکر میکنه. از یک طرف بنی اسرائیل متوجه از این میسازه که شما در مقابل نعمتای الله چی در ذهنتان پیدا کردی؟ لااقل انگیزه طاعت و عبادت الله در قلبتان پیدا نشد. از طرف دیگه کرشمه های قدرت الله را، نشانه های قدرت الله را یکه یکه مشاهده میکردی که الله در کدام موقع و چه قسم کمک میکنه برایتان. اول همین موضوع بحر سعی کنی. قرآن درس میده بر ما این نجات دادن فرعونیا چی است. آلی بر ما میگه و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شق ساختیم جدا کردیم بالای شما البحر، بحر قلزم، فانجیناکم، نجات دادم شما را، و اغرقنا، غرق ساختم آل فرعون، فرعون و آلشه تا بیدارایشه، و انتم تنظرون، حال است که شما با چشم سر میدیدی. دشمن که در پیش روید او تو برش سعی میکنی عذاب میبینه، سخت انسان لذت پیدا میشه، عزتمند میباشی. چرا کفتی دلت میبره؟ الله متعال میگه کدام چه قسم معامله الله متعال امرای شما کرده. الله را بیبی امود بحری که امود نهرهایی که فرعون او را زیر فرمان خود قرار داده بود و حکومتش استوار به اونمو چیزا بود، توسط امو چیزا الله او را هلاک میکنه. فرعون موسی علیه السلام که هر قدر تحریک میکرد بنی اسرائیل، آنقدر ضمیری بنی اسرائیل نعوذ بالله مرده شده بود، پژمرده شده بود که اج آماده به جهاد نمیشد. آخر گفت که هجرت بکنه، فرار بکنه. در فرار آماده کرد شد. فرعونیا وقتی که خیستن سبا که بنی اسرائیل هیچ وجود نداره، یا از نعوذ بالله از بسیار غرور و تکبر خود گفتن از ما در هر جایی که بره خلاص نمیشه، در نیروی بحر است، بان که یک کمی بروه بعد از او باز حرکت میکنیم. یا خواب به دیرمانی و بسیار حوصله‌مندی لشکر خود تیار کرد، در چیز آماده کرد، اینطور یکی به یکی دنبالش نرفتن، به خاطری که میفهمیدن پیش بحر است، رفتن نمیتونه. وقتی که واد بحر رسیدن، از پشت سر فرعون لشکرش خاکباد کرده در پشتش میرسید. بنی اسرائیل چی میگه؟ به موسی علیه السلام میگه که ما خوینه اگر از این پیش تنها ما را شکنجه میکرد ولی قتل میکنه، خلاص اینی کار سر ما کردی. فرق در بین موسی علیه السلام و قومش است. قوم همیشه در زیر نظرش اسباب ظاهری دنیاست، خلاص. دو قسم مردم میباشه، یکی مردمی است که تعلقش با الله هست، او همیشه مشاهده دنیا را به قدرت الله میکنه، اسباب برش اسباب معلوم نمیشه، کلش اثر الله متعال است. اسباب چیست؟ یکی اونطور کسی است که همیشه نظرش سری مادیات دنیاست. سعی که متدین و غیر متدین فرق داره. روزی که روسا آمد، کسایی که عقیده و دین نداشتن میگفتن این مردمایی که دکو بالا شده یا دیواناست، یا از یا کرده دیوانه دیگه کس نیست. چرا؟ به خاطری که از دین بهره نداشتن، از قوت الله، از قدرت الله معلوماتی نداشتن. فکر میکردن کل مسائل دنیا به اینمی اسباب وابسته است، اگر این اسباب امرای کسی بود کامیاب، اگر نیست ناکام. این نظرشان بود، چرا که همیشه نظرش با اسباب بود. موسی علیه السلام او نبی الله است، او هر چیز به قدرت الله میبینه. او میگه که بحر زیر فرمان الله، این فرعون هم زیر فرمان الله است، اینا نمیتونه. از او خاطر به بنی اسرائیل موسی علیه السلام میگه غم نکنید، الله امرای ماست، غم نکنید. از او خاطر عصایش میزنه، بحر میزنه، آب استاد میشه، آب استاد میشه بند کوواری، امر مایه، امر چیزی که سیال باشه او چطور استاد شود. باز جای را که چندین قرنی ای دریاست لای است، ای چرا زودی کده در یک دقیقه خشک باشه. باز یک بند نه، یک را نه. بنی اسرائیل 12 قوم است، 12 را برش جور میشه. نشانه های قدرت عظیم الله را به سر و چشم میبینه. لایق خویی بودن که بعد از عبور از این دریا سر به سجده میفتادن و میگفتن که ای موسی علیه السلام یک بلست از فرمان توی طرف و طرف نمیکنیم، چیزی که تو فرمان میدی ما باید امور رقم عبادت کنیم. لیکن میبینی که بدبخت قوم باز اونمو گوساله پرست است، باز گوساله پرست است. این داستانا و واقعات برای ماست که ما چطور هستیم. قرآن میشنویم، در ترجمه قرآن حاضر شده، دیگه سبا میبینی که زنش باز خطی خود گرفته، کجا میری؟ او پیان شریف
شریف هم قطش میگه مزار شریف. اینطور مردم است. قرآن خوانده که مالک نفع و ضرر الله هست، شفا دهنده الله هست، حاجت روا مشکل کشا الله هست. باز میبینی امی مادرش امی زنش حلمه باشه بچگه که خوب نشد اینه بسیار گریان میکنه. این بنده که پخته نکنی بنده که نبیاری ای آرام نمیشه. سعی میکنی که امی آدمی که یک مورد ترجمه تیر کرده روان است در پیشی بگوی یک جادوگر خیرت است بنده برای اولاد خود میاره، بنده برای اولاد خود پخته کرده رایسته. همین بنی اسرائیل است. این داستانا برای ماست. نشانه قدرت الله را مشاهده میکردن باز از یادشان میرفت. فرعون با او لشکرش پشتش میرفت. الله دروازه ها را باز همونطور نگاه میکنه داخل میشه. الله متعال فرمان میده بحر که یک جا شوه. امو بندای کوار آبها که استاد بود یک دم یک جا میشه. فغشیهم ما غشیهم پوشان فرعونیا را. او عذابی که یارا پوشان تعبیر نمیشه که چه قسم آب یارا پوشاند و کلش از بین برد. قدرت الله را در نظر داشته باش. چی درس بر ما میده؟ از امریکا نترسی، از انگلستان نترسی، از فرانسه نترسی. والله یا خیلی جاسوس داره، اینترنت داره، اینطور شبکه ها داره. به الله قسم در مقابل قوی ایمانت هیچ چیز هم نیست. هیچ چیز نیست. یک قوی که الله برات داده هیچ چیز نیست. والله اگر یا رابطه خود قطع کنه ما از اینجا گشنگی میموریم. این سالهای سابق یا بر ما داده بود. از افغانستان غله در بیرون میرفت، میوه در بیرون میرفت. امروز چرا اینطور هستیم؟ اعتماد ما سر الله نیست، عقیده ما سر الله نیست. ما نمیگیم که هر چیز برکت کی میندازه؟ الله. خب اگر الله برکت گرفت به الله قسم که هر قدر دنیا بیاید چه قدر آمدم یالی چه قدری سرازیر شد کدام طرف شد چی شد نکنه اعتقاد عقیده به الله متعال قوی شود. چرا خود در ذلت بزنیم رسوایی بزنیم؟ سرنوشت حکومت ما را جانکیری مقرر کنه. من مسلمان هستم صلح را او بکنه برام، تقسیم حکومت او برام بکنه. چی برام باقی مانده دیگه؟ چی برام باقی میمانه؟ بازم خود عزتمند میگیریم. کدام ذلت نیست؟ ذلت است. مسلمان حکمتش حکمتی خودش است، مستقل است. او سر دنیا رای نمیزنه. قرآن به می خاطر نصرت از جانب الله متعال است. نصرت به این اسباب و وسایل نیست. ما بارها براتون گفتیم اگر در هر مملکت مردم همون مملکت با این کفار نباشه، این کفار بگذاره به 10 نفر، به 10 نفر مجاهد بگذاره که چی خطش میکنه؟ به کدام سرنوشت مبتلا میشه؟ میتونه کامیاب شده یا نمیتونه؟ 10 نفر اضافه نه، 10 نفر. خو خیر قرآنی در ساره بر ما میده و در مورد امتحان الله هم قرار گرفتیم. ما به او دوستایی که یک کمی به هوش بشون، بیدار شون، این دنیا تیر شده نیست. والله این منصب هم باقی نمیمانه، این چوکیم باقی نمیمانه، این دلار هم باقی نمیمانه. یک روز مرگ سر آمده نیست، در قبر تا شده نیستی. جواب میدی، جواب میدی. اگر عقیده به دین اسلام داری، عقیده به الله داری، باید خدا جور کنی، دست بکشی از این ترگپا. قطعا غم از این ندار که خانه و ایران نشوه. غم از این نداشته باش که خانه بیران میشه، بلدنگم بیران میشه، شرکتم سقوط میکنه، مالم مصادره میشه، بانک مصادره شوه به خاطر رضای الله. همه کارایت فلج شوه، خب به خاطر عزتمندی اسلام دست بکش از همین طور کارا. قرآن بر ما میگه پاره میگه فرعون چی قوت داشت. او میگفت ما غالب هستیم، این مردم ها در مقابل ما هیچ توان نداره. خبر نبود که اگر یک قوم یک کمکی همت بکنه وطن در هجرت آماده شد، الله متعالی قدر انقلاب آورد. در هجرت ما شما در هجرت آماده شدیم، انقلاب نامد. وطن اعلا کردیم به خاطر ازی که دینی خود بگریزانیم قطی خود که دینی ما خراب نشوه. الله چقدر غیرت کرد، الله چقدر غیرت کرد. راست تو نبگوی، هر چیزی که فعلا داریم از امو هجرت خود داریم. همین ترجمه قرآن هم که داریم از هجرت داریم.
سر دین الله که غیرت کنی الله غیرت میکنه. چی جای از که تو سلا را بگیری در مقابل کافر استاد شوی؟ به الله قسم که تو سر دین الله غیرت کنی الله قطعی تو غیرت نمیکنه. وعده الله هست، وعده الله هست. ان تنصر الله ینصرکم. الله وعده کرده نصرت. وعده الله دروغ است؟ راست است. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، دیگه نعمتش بیانی. در آن وقتی که وعده کردیم یا که از دریا و طرف تیر شدن، به موسی علیه السلام علی میگه ولا الا کده پالوی ما در زمین رسید، ما نجات پیدا کردیم. عالی احکام الله را بر ما بیان کو که عالی یک چیزی ما عمل بکنیم، شکر گزاری بکنیم. خیلی خوب. ببینه موسی علیه السلام میره برای یک ماه که من میرم در کوی تور، از اونجا الله متعال سر ما وحی میکنه، احکام میارم که عمل سرش بکنیم. 30 روز تغییر میکنه به 40 روز. 10 روز تفاوت میاد. در 10 روز تفاوت سامری بدبخت، کسی که نیمچه علم کم از موسی علیه السلام آموخته، این نیمچه علم شروع میکنه برای اغوای قوم. بنی اسرائیل وقتی که به این خاطر که خود آماده کنن به کدام بهانه برآمده بودن و از قبطیان زیورات جمع کرده بود، روز میله مذهبی خود گرفته بودن که ما میله مذهبی داریم، صبا میریم در فلان جای، شما بعضی زیورات تانه بده. به این بهانه برآمده بودن. امو زیورات قطعی بر اسرائیلیا باقی مونده بود. سامری تقریر کرد برای مردم، میگه موسی علیه السلام که پشت کدام اله رفته و خطا شده. اول خود تقریر کرد که اینمی مال مردم شما جمع کردی قطعی خود، این براتون حرام است، بندازش. مردم کلگی انداخت. بعد از زیر او کرد، فهمیده بود سامری رازی این مردم فهمیده بود که مردم با کدام چیز انس و الفت داره. چون فرعونیا را دیده بودن که گوساله را پرستش میکرد، به نام حاصور بود. پرستششام در گرد گوساله چرخک میزدن، چک چک میکردن، هیاهوی میکردن، که با تاسف امروز امو انتقال کرده چیسته به نام عبادت در بین پیرسایبا. امو عبادت است، چک چک است، هیاهوی از خود انداختن است، غوغاست، قال مقال است. این کدام دین است؟ کدام در حدیث پیغمبر پیدا کنید؟ مسلمان ها عقلش از سرش رفت. الله اقل فکر نمیکنه که اگر همی عبادت باشه یقین بک اگر من همی عبادت بکنم که عزتمندی مدهش حفظ نشود. سامری فهمیده بود، تقریر کرد، جالب، مردم فریب داد، گوساله را جور کرد، شمال که میشد ما بینش خالی بود، او میکرد، میگه ای الله است، نعوذ بالله. خودت جور کو، خودت او کو، و هیچ نه گبی تشونیده میتونه، نه پس جواب داده میتونه، هیچ چیزم نمیتونه. لیکن باز امورا نعوذ بالله معبود بگی. شما خود چقدر خوش هستی که چقدر بیعقل مردم بود. آلی موت را بیبی امو مرده که عورت خود پرت نمیتونست، غسلش تو دادی، پرده را تو سرش انداختی در غسل دادن، در چارپای تو بردی، در قبر تو ماندی، یک خروار خاک تو سرش چپا کردی. آلی چطور سرنوشت زندگی تو قطعی از او باشه؟ اگر بنی اسرائیل او را معبود خود گرفته، تو قبر معبود خود نگرفته؟ ملای مسجد دمیالی میگه پیر صاحب مکه در قبر است، برای من اینجا فیضش میرسه، از من خبر داره، تصرف دم میتونه. ملای ملا پشتش نماز میخونی، یکی داره پشتش نماز میخونی. بنی اسرائیلی را ملامت نکو. کتاب الله برات چی میگه؟ و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. الله حصر میکنه اگر تکلیف بر الله متعال برسانه، کسی زائل کننده و دور کننده از اون نیست بلا اسباب ظاهری، که اسباب ظاهری نباشه. غیر از کی؟ غیر از الله. قرآن میگه که کلام الله است. چرا این کلام الله را قبول نداری؟ متصرف خیر و شر کی را عقیده داری؟ این داستانا به می خاطر است که ما عقیده توحید الله را چه قسم پخته میکنیم. بنی اسرائیل چه قسم بود و ما چی کردیم؟ در 10 روز گم شدن، در 10 روز زیاد شدن. سامری کاری خدا کرد. به مجردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات میکنه، امروز در دینش چی تغییرات میاد؟ ما از خود دین جور کرده رویستیم، بدعتا را موجب ثواب میدانیم، کارا را یام ثواب داره، یام ثواب داره. رسول الله نمیفهمید، رسول الله آگاه نبود از این ثواب که برای تو بیان میکرد.
عبدالله ابو موسی اشعری رضی الله عنه در مسجد رفت، نفر استاد است، نفر دیگه حلقه 6 تا برشان میگه سبحوا 100 مره، حمدوا 100 مره، کبروا 100 مره، سبحان الله را 100 دفعه بگوی، الحمدلله را 100 دفعه. آمد پیش ابن مسعود رضی الله عنه، ابو موسی اشعری رضی الله عنه، گفت یک امر دیدم ان شاء الله که در گمان من شاید خیر باشه در اومد، شر نباشه. گفت چی را دیدی؟ گفت این تو نفر استاد بود به مردم میگفت که 100 دفعه سبحان الله بگوی، 100 دفعه الحمدلله بگوی، 100 دفعه اکبر. گفت خو تا آلی را ظرفای پیغمبر علیه السلام از غسل دادنش در خانهش موجود است، توی بدعت تاریک پیدا شده. مغفر برش میگه، یعنی خول در سری خود انداخت، چشمای خود چیکت پوت کرد، چهره خود پوشان، رفت او مسجد، دید که امی گپ است. برش گفت که تا آلی را پیغمبر علیه السلام ظرفای چیش از بین نرفته، شما با بدعت آمدن کردی، آلی طریقه عبادت شما یاد داری. رسول الله همینطور کرده بود که یک نفر استاد شاه بری مردم بگه که اینطور کنه، به نام ختم خوجگان آلی میگه دانه های خرما و مچم دانه های چی را پیدا کرده، این قدر الحمدلله بگوی، این قدر اید بگوی، این قدر از کجا کشیده ایره؟ کدام طریقه ده؟ کدام حدیث رسول الله ایره گفته؟ عبادت طریقش رسول الله بیان میکنه، ذکر طریقش رسول الله بیان میکنه، دعا طریقش رسول الله بیان میکنه، تمام روزگار زندگی تا طریقش رسول الله بیان میکنه. از خود طریقه ها نکش، خصوصا در عبادت. چرا میکشی؟ این بدعت است. تو خود از پیغمبر کده بالاتر میتراشی. در 10 روز طرف دیدی که اگر حفاظت از دین نشوه، حفاظت از امت نشوه، امت هر طرف میره، رقم افکار است. دیستی یک تعداد مردم از وقت گوساله پرستی را شروع کرد. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، زمانی که ما وعده کردیم امرای موسی علیه السلام، اول 30 روز بود لیکن تکمیلش به 10 روز دیگه شد که 40 روز شد. 40 روز وعده کرده بودیم لیلة ثم اتخذ. چرا 40 اختیار کرده؟ چرا 1 ماه؟ چرا 10 زیاد شد؟ حکمتای است که الله خودش میدانه. از این 40 مله ثابت نمیشه که برادر تبلیغ میگه که 40 روز برید. این 40 ها نیست. این امری بود خاص برای کی؟ موسی علیه السلام. این 40 دی ثابت نمیشه. این مردمایی که میگه میره در غار میشینه 40 را کشیده، قصیده خود پخته میکنه، این در دین نیست. رسول الله کسی را کم صحابی را نگفته که برو 40 بکش یا برو در غاری قدر وقت تیر بکو. این گپا نیست در دین. این مردم است که در دین اضافه کرده بدعت، مسلم سارا واری از خود کشیده رو ایستن. این گپا نیست. بله برای طلب علم انسان تا که علم حاصل نکرده برو طلب بکن. برای جهاد دعوت، امو جهاد و دعوت هم که میری برای خود حد داره. سیاست راضی هست که چقدر باشه؟ 4 ماه عمر رضی الله عنه تعیین کرده بود برای مجاهدین خود که بعد در رباط در سرحدا بره، 4 ماه اضافه نباشه پس بیا. عالی تبلیغی های ما بسترگه که خود پشت میکنه در خانه آردم نیست، زنش میگه که آرد نیست، به الله سپردم تا برای دوڑی خور، به الله سپردم تا. تو از رسول الله که در بالاتر هستی، از دین چی جور کردی؟ رسول الله غم میخوره وقتی که در جهاد میره که چی چیز در خانه است، چی چیز نیست. دیگه نفر معذف میکنه که اینی کار نیست، اینی چیز نیست، ایره آماده کو. او تو این قدر بالا رفتی که به الله میسپاری. تصوری غلط در مردم میدی، نعوذ بالله. سبا بازی زن گرد در خانه میگرده، گدایی میکنه، نام دینم بد میکنی. شما ببینی که مردم به کدام حیثیت دینه نعوذ بالله لکدار میسازه. از بی علمی. هر جایی که شما میبینی فساد از بی علمی است. مطالعه عمیق دینه نکرده، خلاص خوش بایسته که ما بستره پشت کردیم. جناب محترم اولادی تا حفاظت کو، زنی تا حفاظت کو، خانه تا حفاظت کو، علم بیاموز. تنها به 6 دانه فضایل بیان کردن به مردم تو دین مکمل نکرده ای. تو به اخلاص میبروی، اخلاص تو به جای است، به خاطر رضای الله میبروی، لیکن طریقه و رایش نمیفهمی. برو بشید حدیث، برو بشید طریقه رسول الله. ما که میگیم که زندگی بدون فهم حدیث ممکن نیست، زندگی اسلامی ممکن نیست. نه مولا واره، یک مولا میگه بدون مذهب زندگی ممکن نیست. نمیگم که زندگی به طریقه اسلام بدون پابندی به یک مذهب ممکن نیست، اینطوری هم نمیگه.
مطلق میگه زندگی بدون مذهب ممکن نیست. چینایا خونه مذهب داره چی زندگی کدر رئیستن. او ملا همین فتوا که میدی یک کمی قید قطشمان تو چرا میگی؟ از او خاطر مردم ها چله زده رئیسته خلاص دین جامع است. بدون طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عملی که اختیار میکنی ولو که به نظر تو بسیار قوی و خوب معلوم میشه، خب که در اونجا فرموده و تعلیم رسول الله نبود و عمل چی است؟ باطل است و عمل مرضی الله متعال نیست. خیر ما، کامیابی ما، فلاح ما، نیکبختی ما در طریقی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. در هر امر در طریقی رسول الله است. ای کاش که ما امی قدر و قیمت بدانیم و دنبال امی گپ بگردیم که اینی طریقه از رسول الله صلی الله علیه وسلم است یا نه و به کدام سیستم است، امور ما عملی بکنیم. اینجا بنی اسرائیل مخالفت موسی علیه السلام میکنه، از او خاطر تباه میشه. ثم اتخذتم العجل، بعد از شما جور کردی گرفته العجل گوساله را. به چی چیز گرفته؟ الهن، به معبودیت گرفته، او را معبود جور کرده. من بعدی، پس از رفتن موسی علیه السلام. و انتم ظالمون، شما سخت ظلم کننده هستی. این ظلم نیست؟ حق الله را به گوساله بدی، حق الله را به گوساله بدی. گوساله را الله فکر بکنه، اعوذ بالله، معبود فکر بکن. سرنوشتاز زندگیت، متصرفت مرگ و زندگیت، خوشی و غمت بسیار سخت است. ثم عفونا عنکم، قرآن چی درسای بر ما میده؟ الله بسیار حلیم ذات است. میبینیم مردم گوساله جور میکنه، حیثیت الله را برش میده، لیکن زمانی که رجوع به سوی الله میکنه، الله چی میکنه؟ الله اکبر. از او خاطر هر قدر گناه عظیم از ما سر زده باشه، چی شده باشه؟ سر زده باشه، اگر ما توبه کنیم الله چیست؟ قبول کننده است. الله قبول میکنه، موقع برات میده، ولی الله طور ذات است که تو را همونطور نمیگذاره. خب میدانی وسیع را برات داده که چقدر دویده میتونی، تو سعی کن. این مردم احسانات الله را سعی کن، باز گستاخی و بیادبیشان سعی کن، باز معفو کردن الله متعال سعی کن. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، بعد از شما را عفو کردم، درگذر کردم. پس از این لعلکم تشکرون، چرا؟ که شما شکرگزار، قدر نعمت الله را بشناسی، احسان الله را بپذیری که الله چقدر احسان بزرگ کرده. شب گناه میکنی، صبحکی میخیزی، در پیشانیت نوشته نیست الله رسوا نکرده تا، شکر الله را زیاد بکش. اگر صبحکی تو میبرامدی و دستی دینم اینجا یک دفعه نوشته میشود، مردم میدید چی میکردی؟ الله چقدر احسان سرت کرده، موقع داده، لیکن تو انسان غافل هستی، باز بیدار نمیشی. و اذا آتینا موسی الکتاب والفرقان، قابل یادآور استران وقتی که دادیم به موسی علیه السلام کتاب تورات داد. والفرقان، مراد از فرقان او چیزی که فرق بین حق و باطل میاره، معیار حق و باطل، معیار شناخت حق و باطل. ای یا صفت تورات است، راجح قول بیسته، ای را عطفی صفت میگه، یعنی اوتر توراتی که او فرق آورنده در بین حق و باطل بود. ای بسیار سرزنش میده بنی اسرائیل. صفت قرآن کریم هم فرقان است. معلوم شد که تورات و قرآن کریم در بعض صفت ها مشترک هستند، در هدایت، در فرقان بودن، در کتاب بودن. الله متعال اینمی کمالات در کتاب تورات هم گذاشته بود. این سرزنش میکنه بنی اسرائیل الله متعال که شما بدبخت به این خاطر هستی که کتاب جامع، کتابی که حق و باطل با هم تفکیک میکنه، شرک و توحید با هم جدا میکنه، بدعت و سنت جدا میکنه، طاعت و معصیت جدا میکنه، عبادت و نعوذ بالله غیر عبادت جدا میکنه. اینطور کتاب امرای تانست، باز شما نعوذ بالله راه یاب نیستی، بازم میرید دیگه طرف. این قسم ما و شما منستیم. قرآن برای ما درس میده که اسباب هدایت کتاب الله هست. اگر کسی میخواه که تهتدون شود، به هدایت بیا، بدون کتاب الله هدایت پیدا نمیتونه. خیر پیر صاحب مردم چطور هدایت میده؟ یک روز مدرسه را نخوانده، یک آیت قرآن کریم ترجمه هم نمیتونه، از کجا بری مردم هدایت میده؟ این کتاب الله، سخن الله است. من نمیگم تو که دعوای هدایت داری، از کجا هدایت میدی؟
خودشان میگه ما از این نفس خود معلوم شد. اینطور مردم ها منکری وحی است یعنی که مقری وحی است. این منکری وحی می باشه یا اقراری وحی را نمیکنه و میگه دیگه این ملاها پشت شریعت گرفته، ملا بره قرآن و حدیثی چیزا را بخونه و به او ضرورت داره. ما مستقیما از کی بگه؟ از الله برای ما گفته میشه. این پیغمبر قبول داره یا منکری پیغمبر است؟ این منکری پیغمبر است. گپ طوری میزنه که تو بیچاره نمیفهمی اما اصلا انکار از نبوت است. این نبوت قبول نداره. او میگه ما مستقیم آواز سرم شده، الله برم اینی تو قدر آواز داده، آوازی هاتفی شده. این بدبخت خبر نیست که شیطان لعین برش آوازا داده. شیطان لعین برش آوازا داده، مردم در دنبالش روان است. ببینی مردم تبا نشودن، در بدر نشودن، سالا یک دعا به طریقی پیغمبر علیه السلام مردم یاد نداره میالی که بری پرسان کنی که او برادر مسلمانم نانی تا میخوری، این نان خو در یک روز 3 وقت نان میخوری، صبح و چاشت و بیگا. در می 3 وقت می نانی که در حدیث صحیح آمد از ملا پرسان کنی یاد نداره. اما دعایی که پیغمبر گفته در حدیث صحیح گفته، اموی که در ضعیف آمد امورم غلط میگه. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا، نمیگه و جعلنا من المسلمین. ملایش همینطور میگه دیگه. شغوتی میکنه. اینی مسلمانی ماست. کل عمر خوردن میکنیم لیکن دعایی که رسول الله گفته روزه افطار میشه شما باور به الله بکنه و حدیث صحیحی که دعا آمده ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله، اینا یاد نداره. اللهم انی لك صمت چیستا دیگه شو بك آمنت و الیک چیستا و علیک توکلت و علی رزقک افطرت و بصوم غد نویت. از خود ساخته. عجیب است. ما اون مردم هستیم داد میزنیم که به طریقه پیغمبر، ما طریقه پیغمبر نمیشناسیم که چی میکنیم. اینجا هم طور است. و اذا اتینا موسی الکتاب، قابل یادآوری است که در آن وقت ما دادیم موسی علیه السلام کتاب والفرقان، اتر کتابی که معیار برای جدا کردن حق و باطل بود. چرا دادیم؟ هدف نزول کتابای الله چیست؟ لعلکم تهتدون، به خاطر که شما راهیاب شوید. نگفته که قرآن کریم لعلکم چی تغطون امواتکم، به خاطر که بپوشان مرده هایتان. چیسته؟ با کدام؟ بی قماشن تکتبو فیه آیت الکرسی، با او رختی که آیت الکرسی دش نوشته شده باشه. به این خاطر روان کرده قرآن. به این خاطر روان کرده یا به خاطر ازی که جمعی شود. این مرده را در یک روز در قرآن نامده ترجمه فرار میکرد، در 100 جای در سینما حاضر شده، در 100 توی حاضر شده، در یک روز ترجمه قرآن حاضر نشده. این قرآن برای ازی فایده داره یا لعنت میگه برش؟ لعنت میگه. این خود قرآن دوست نداشت، مردم به زور جمع که قرآن برش بخوان. این خود قرآن دوست داشت. محبین قرآن فایده میرسانه. هیچ ضرورت به دیگران نداریم. ما حاضر شدیم، اگر مردیم امی قرآن کریم ان شاء الله شفاعت میکنه برای ما که قطعش علاقه داری، رابطه داری. و قرآن دوست نداشت. آیت بر ما دلیل شد که تورات سبب هدایت مردم بود، لیکن وا تورات اله کرده بود. این نمی رقم در حدیث چی میایه؟ ابو سفیان سفیان سوری رحمه الله بگه وا تورات پوشای طلایی کرده بودن، خیلی قدر میدانند از نگاه ظاهری، اما عمل موجود نبود. امروز ما هم بطور هستیم. و اذ قال موسی لقومی، قابل یادآوری است در آن وقتی که میگم موسی علیه السلام برای قوم خود یا قومی. اسلوب دعوت طوری است قوم خود مایل به خود میسازه، یعنی اظهار دلسوزی میکنه که قومم هستی، دلم سرتان میسوزه، از او خاطر شما را گپ میزنم. داعی همینطور باید باشه. انکم ظلمتم انفسکم، شما سری نفسایتان ظلم کردی، شما سری نفسایتان ظلم کردی. باتخاذکم العجل، به گرفتن جور کردن شما گوساله را معبود. فتوبو، زودی که در رجوع بکنی الی بارئکم، به سوی او ذاتی که شما را شکل داده. بارئ او خالق میگه که شکل داده تو را. امی حلیه، امی جوانی که فعلا امرای تست، ایره کی داده؟ امی گوساله داده یا الله؟ موسی علیه السلام به این طور اسلوب بیان میکنه واره که دیگه جان نداره. اول خو میگه
به این معصیت و به این نعوذ بالله عبادت گسالیتان در دربار الله کدام نقصان نآورده. حالی اگر مردم کلگی از قبرها طلب بکنه در نظام الله کدام نقصان میآید؟ هیچ چیزام نمیاد. صریح نفس خود ظلم کرده ای. ذاتی که مستحق عبادت از فریاد از سوره گذاشتی، میری نعوذ بالله به چیزی که به دست خود ساخته ای برای از تو عاجزی میکنی، به دست خود دفن کرده ای برش عاجزی میکنی. چرا اینطور میکنی؟ به او ذات. آیا تو را کی پیدا کرده؟ همون ذات هست یا نه؟ امی دنیا را کی پیدا کرده؟ دنیا را کی شکل داده، تنظیم کرده؟ چرا از او سوال نمیکنی؟ برای از او آواز نمیدی؟ یا الله چرا نمیگی که یا حسین میگی، یا سخی میگی، یا پیران پیر میگی؟ چرا به الله نمیگی؟ قرآن موسی علیه السلام میگه، از روی دلسوزی میگه شما سر نفسایتان ظلم کرده. ما به مردم ملت خود میگیم به الله قسم دل ما میسوزه، دل ما میسوزه، وگرنه به ما چی؟ 1,000,000 دفعه یک قبر صدا بزن، طواف سرش بکو، خاکش بکو، جندیش در گردن بسته کو، برای ما چی نقصان است؟ و این نقصان است که در روز قیامت الله متعال ما منکر دیدیم، اعلان نکردیم، بیان نکردیم، دست ما میرسید منع نکردیم، الله از پیش ما سوال میکنه. به این جرم ما را هم شاید الله عذاب بده. در غیر از او برای ما کدام نقصان نیست. لیکن از روی دلسوزی میگیم. ما بارها این گپ گفتیم که او برادر و خواهرها، در این مورد که وقتی ملت میبینه که در شرک مبتلا هست، بسیار زیاد خیر است خودت خوار کنه، خودت ذلیل کنه، خودت بیخی چاپلوسی کنه دمی امر، لیکن عقیده دوستی تا نجور کنه، عقیده توحید برش پیدا کنه. این کمال دلسوزی بالا یک مسلمان است یقینا. چرا که میبینیم ملت ما از کدام ناحیه تباه شده، در کدام مرض مبتلا هست. موسی علیه السلام چقدر دلیل مقنعی هم برش میگه، فقتلوا انفسکم، نمیگه که خیر است. مولا صاحبای ما میگه این مردم ولالی این طور شده آیسته آیسته میشه. اینجا الله کلمه فا را آورده، تو مولا میفهمی فا برای تعقیب مع الوصل است، زودی که توبه بکنه. موسی علیه السلام وقتی که دید که یا گوساله را پرستش میکنه، امی قدر که خبر شد که مردم در گوساله پرستی است، الواح تورات انداخت از دستی که زیاد غضب کرده بود و رفت امی دستی از مویای برادر خود گرفت و اخذ برأس اخیه یجره الیه، از سر برادر خود گرفت طرف کش میکرد. چرا مردم مبتلا به شرک شده؟ برادر برش میگه که قوم مرا ضعیف شمرد، مرا کمزور جور کرد، قریب بود که مرا بکشه، ما خواری و زحمت خود کشیدم، خو لیکن این مردم قریب که مرا قتل کنه. یک لحظه باقی نمون. مولا صاحب دیگه باز در تقریر میگه، او میگه کسی کو تفرقه خیلی بد است، خیلی بد است. موسی علیه السلام بیادر خود در این ملامت کرد که چرا تو جدایی آوردی در بین قوم. او وقتی که گفت که چرا موندی در چی شرک، او میگه که باز اگر من می آمدم قطع یک او مردمی که گپ مرا قبول کرده بود، باز تو مرا میگفتی که چرا جدایی در بین قوم آوردی، از او خاطر من چی نکردم. و جناب محترم مولوی صاحب به مردمی طور نگو، موسی علیه السلام نسبت عیب نکو. موسی علیه السلام مردم در شرک نمیمانه، هارون علیه السلام مردم در شرک نمیمانه. در شرک گذاشتن نعوذ بالله از این که در جرم بزرگ نیست. او بیچاره زحمت خود کشیده بود، قریب بود که قتل کنه قوم را و مردمی وانمود میکنه که کسایی که اینمی گپا را میزنه نو برآمده یا تفرقه را در بین قوم انداخته، بچه را از پدر جدا کرده، دختر از مادر. ما جدا میکنیم، رسول الله همی کار کرده بود، ما میکنیم همی کار. میگیم که اینمی شرک است، اینی توحید است. الحمدلله او کسایی که خاندان بگوی خاندان شیعه بود، امروز سنی شد. الحمدلله بچهای جوان درک کرده حقیقتا، دانسته که ما با کی صدا بزنیم، کی امداد میکنه و از کی استغاثه طلب کنیم. دیگر خود چی میکنیم؟ این قرآن است، کتاب الله متعال است، بر ما بیان میکنه. فتاب علیکم، این الله موسی علیه السلام برشان میگه فقتلوا انفسکم فتوبوا الیکم، رجوع به سوی الله بکنی، الی بارئکم فقتلوا انفسکم. توبه وجه چی بود؟ قتل کنی نفسایتانه. هر کس بگیره نفس خود قتل بکنه، اول احتمال همیست ظاهر قرآن اینمی است و راجح هم است. اگر کسی
یقینا پابند نظام حکم الله باشه باید این کار بکنه. در شریعت ما هم هست، در شریعت ما هست اگر کسی زنا بکنه میای اقرار میکنه. صحابه آمد پیش پیغمبر علیه السلام میگه حد سر ما جاری کن، حد سرشان جاری شد. در او زمان این امر سختتر سری از یا بود، امر سختتر. این حکم و فرمان چرا میکنه؟ این حکم و فرمان به این خاطر است، خب بدانه این حکم و فرمان به این خاطر است که شرک آنقدر پدیده شوم است، آنقدر گناه عظیم و بزرگ است که بجز از که خود قتل کنی دیگر را نداره، دیگر را نداره. شرکی قدر گناه بزرگ است. مردم منفوریت شرک بدانه که شرک یعنی قدر گناه عظیم است. این فضل و احسان الله متعال است که از ما به محض توبه قبول میشه. چی میشه؟ قبول میشه و معاف میشه. وگرنه شرک لیاقت ازیر داره که کسی شرک بکنه بعد خود قتل کنه به این خاطر که گناهش معاف شوه. و بنی اسرائیل همین طور شده بود. حالی شما فهمیده که شرک کدام گناه است؟ در شریعت امام گناه های بزرگ که موجب خلل امن و نظام جامعه میشه کلش قتل است. قتل نفس، یک آدم ناحق کسی را قتل میکنه در مقابلش چی میشه؟ قتل میشه. زنا میکنه سنگسار میشه در صورتی که زن داشته باشه یا زن شوهر داشته باشه. را میگیره مردم میترسانه قتل میشه. به خاطر چی؟ امن از بین میبره. این امر خیلی بزرگ است. دوم نظر است فقتلوا انفسکم، قتل کنه خدا تسلیم کنه، خودشان خدا نکشه، به مو قانونی که داشتن به او تسلیم کنه تا که حد سرشان جاری شود. دو فقتلوا انفسکم، شما قتل کنه کسایی که غیر مجرم است مجرما را قتل بکنه. خیلی چرا میگن انفسکم؟ اشاره میکنه که در جامعه اسلام کل افرادش حیثیت یک نفس داره، یک نفس داره. قتل برادر مثل که خدا قتل کرده امور رقم است. ذالکم خیر لکم، این کار شما بهتر است عند بارئکم، به نزد او ذاتی که شما را شکل و وجود داده. کدام ذاتی که شما را وجود و شکل داده پیش از اوی بهتر است. فتاب علیکم، مردم آماده شد در قتل، کشتن شروع شد. وقتی که دید که قتل زیاد میشه موسی علیه السلام دعا کرد، از الله متعال خواست که یا الله این حکم بالا کو، یعنی بس است. مردم رجوع کرد، فهمیده بود که راستی ما جرم خیلی زیاده کردیم، بسیار جرم عظیم کردیم، لیاقت ازیر داره. فتاب علیکم، رجوعی رحمت کرد الله بالای شما. انه یقینا الله متعال هو امی الله، نه کسی دیگه التواب، بار توبه کننده و به بسیار مردم توبه قبول کردنی است. الرحیم، رحم کننده است. و اذ قلتم یا موسی، این توبه قبول کردن چقدر نعمت عظیم الله است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما گفته که موسی علیه السلام لن نؤمن لک، هرگز ما باور نمیکنیم برای تو، یا اقرار نمیکنیم یا یقین نمیکنیم یا ایمان در گپت نمیاریم. هر سه معنا درست است. حتی نر الله، تا که ببینیم الله را جهرتا اشکارا و عیانا. فاخذتکم الصاعقه، گرفت شما را آواز هیبتناک. و انتم تنظرون، شما با چشم سر میدیدید که چه حالت سرتان آمد. موسی علیه السلام تورات آورد، احکام شروع شد. یک دفعه در بین خود گفتن این احکام خود خیلی سخت است، ما چی خبر کیره تو خود ساخته یا نه که الله گفته؟ تا که ما خودی ما نشنویم که الله تو را گفته ما باور نمی کنیم. پیغمبر وقتی که یک دفعه معجزهش ثابت شود بعد از او هر سخنش قابل چیست؟ قبول است. خلاص. از او خاطر صحابه کرام در این میدان کامیاب شدند. در هر موقع الله متعال صحابه را کامیابی نصیب کرده. اینطور نگفتن که پیغمبر علیه السلام اکنی امر ما قبول نداریم، شاید سخن خودت باشه. بس در جنگ وقتی که در جهاد می رفتن پیغمبر علیه السلام مشورت طلب میکرد. جنگ خیلی سخت بود. صحابه فهمیدن، اما انصار فهمید که پیغمبر اظهار نظر از ما میگیره که ما راضی استیم یا نه. و پیغمبر میگه به الله قسم اگر ما را بگوی که در برکه الغمات بروی ما امرایت روان هستیم.
اگر ما را بگوی که در بحر داخل شو، در بحر داخل بشیم. ما بر اسرائیل نیستیم که موسی علیه السلام گفت برش تو ربتان چیسته جنگ کنه، ما اینجا نشسته هستیم نان تیار خورده. وقتی شهرها فتح شد باز ما آمده نیستیم. الله شما ببینید بر اسرائیل چی میگه، صحابه چی میگه. همین صحابه که الله چقدر قدر و عظمت داده، لیکن چوچای یهود همین صحابه را چی میگه؟ نعوذ بالله مرتد میگه. همینطور صحابه را مرتد میگه. یا برش میگه که احکام ما خبر نداریم تا که ما الله را خودی ما عیانا ببینیم. اونجا رفته آواز الله را هم شنیده، بعد از اون باور نداره، میگه نه خودی الله را ببینیم. الله ناگهان یک آواز هیبتناک پیدا شد، دیگه در حال خود باقی نماندن. یا طلبی دیداری الله را کرد. موسی علیه السلام هم طلبی دیداری الله را کرده بود. او را چرا الله عذاب نمیده که آره عذاب میده؟ طلبا فرق دارد. طلب دیداری الله را موسی علیه السلام از روی شوق و محبت کرده بود، آنقدر از کلام الله لذت برده بود که تلاش یزیر داشت که الله را بالکل ببینم دیگه، لیکن یا از روی بی‌ادبی و گستاخی کرده بود. تا بین طلبا فرق است. سوختن قرآن کریم دو قسم است. یکی سوختن اوراق قرآن کریم کنه شده است، به این خاطر که در جای میفته زیر پای میشه، کنه اونجا باقی مونده، خاکا سرش نشسته، تو میگیری او را میسوزانی. احترام قرآن است، هیچ کدام پروا نداره. ابوبکر رضی الله عنه قرآن کریمی که نوشته شده بود، وقتی که قرآن جمع کرد، اول قرآن ابوبکر رضی الله عنه جمع کرده، او دیگه کلش سوختان. اصل ده چی از این سوختاندن است، دفن کردنش امر دوم است. اگر کسی در یک جای دفن میکنه که زیر پای نشود. ما بیرقایی که آیتا نوشته شده بود را در داده بودم، آوازه شد در ولسوالی غوربند، گفت مولوی صاحب قرآن در داده. پفک که نمی کنی دیگه، سر و صدا کو که این اینطور است. یکی قرآن کریم در دادن از روی توهین و تعقیر است، مثل که لعنتی ایرانی که در امریکا در داده رایسته نعوذ بالله، و بعضی جاهای دیگه قرآن در دادن کفار، او برای توهین و تعقیر است و فقط اظهار نفرت خود از کتاب تو داره و توسط اونمو حکمت و امو سلطه اکمال میشه، تمویل میشه، دستور داده میشه، همی کار میکنه به خاطر جریح دار ساختن عزت تو و همت تو و شجاعت تو و غیرت تو که تو مسلمان دلت اینجا بسوزه. خب ما هنوزم یارا پاسدارای صلح معرفی میکنیم، پاسدارای حقوق بشر معرفی میکنیم. روز قیامت آمده نیست انشاءالله، باز معلوم میشه که چی به این طور مردم چی گمان داری. الله برات میگه که دشمنایتان است، به هیچ وجه دوستتان نمیشه، تو میگی نه یا دوستاست. دوستا چی طور خب میگه، باز چی میگه؟ نمیگه همکارا، چی میگه؟ دوستا. خودشون اعتراف داره، این مردم خودش خود کافر میکنه. الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكفار اولیاء. او یا خودشان در تقریر خود چی میگه؟ دوستا. نمیگم کارا، دوستا میگه. الله رحم بکنه، دین فهمیدن سخت است که یا دوست هستن یا دشمن. الله یارو دشمن معرفی کرده، تو دوست میگی برش. در ضد کلام الله تو کلام میکنی. خودی از ما خوب است. در متانگای خود چی نوشته کرده؟ کمک و همکاری. یعنی چی نوشته کرده؟ کمک و همکاری. او خوب بر رفتنش اجرت هم میکنه دیگه، چی طور کنیم؟ فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. دیداری الله متعال یا گستاخانه طلب کردن. معجزات موسی علیه السلام یکه دیده بنی اسرائیل، نشانه های قدرت الله را. بازم عقیده نداره به ای که کسی که دلش نباشه به عملی کردن، ایره میگه بهانه جویی، بهانه طلبی. اصل دلشان به عملی کردن احکام الله نبود، لیکن بهانه طلب میکرد. نه این حکم تو آوردی، این حکم تو است. این طور الحاد فعلا شروع شده، بسیار زیاد تبلیغات میشه. محمد صلی الله علیه و سلم چی؟ یک شخص بگوید سیاستمدار عرب معرفی میکنه. چی میکنه؟ امیالی برای ما چی میگه؟ این نوکرای عرب، این نوکرای عرب. و مرده که انشاءالله به الله قسم
ما خو نوکر عرب نیستیم، نوکر اسلام هستیم. عرب و عجم پیش ما یکی است. خو افسوس است اگر من نوکر عرب شدم، عرب خو مسلمان است، خو تو نوکر یهود و نصارا نشو، تو نوکر روس و امریکا نشو. نوکری عرب سرت بد میخوره، نوکری کافر به سرت بد نمیخوره. ما خو میگیم که ما نوکر اسلام هستیم، نه نوکری کدام قوم. اما اعمال عربا هر کاری ناشایسته از هر کس باشه قابل رد است، ما رد میکنیم. او الحمدلله نه نوکر هستیم نه نوکری را قبول داریم، فضل الله سبحانه و تعالی است. نوکر نیستیم. چرا نوکر باشیم؟ ما نوکر دین خود هستیم، نوکر اسلام خود هستیم. الله ما را حر و آزاد پیدا کرده. خب الله آزادی را نصیب ما بکنه، نشوه که غلام شویم. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از او زنده کردم شما را پس از مرگ شما، لعلکم تشکرون، به این خاطر که شما قدر نعمت الله را بدانید. سه قسم مرگ می باشه. یکی مرگ حقیقی است که بعد از او زنده شدن نیست الا بعد از قیامت. قیامت قایم شود پس از او زنده شدن است. این را مرگ حقیقی میگیم که یک دفعه آدم بمره باز در دنیا زنده نمیشه. لیکن دو قسم مرگ دیگه هم است. یکی مرگ تعجیزی است برای اعجاز به طریق معجزه. امیالی پشتی سر موضوع ذبح بقره میه، قتل شده قاتلش معلوم نیست. الله متعال میگه این نفس بعضی اعضایش سری بعضی بزنه زنده میشه، قاتل خود معرفی میکنه. این مرگ معجزه است. معجزه موسی علیه السلام شد، برای مردمای دیگه هم دلیل شد برای از اینکه زنده شدن بعد از مرگ حق است. یکی مرگ تعذیبی است. اینجا مرگ چی است؟ تعذیبی بود، مثل که به توسط دیگه عذاب داده میشه. اگر آدم لط میکنی، دستش قطع میکنی، دندانش میکشی، گوشش میبری، یا هم یک عذاب است. اینمی قسم مرگم اینجا مرگ تعذیبی است. بنی اسرائیل به مرگ تعذیبی مردن، پس از او الله یارا زنده کردن. از او خاطر مردم میگه یارا بیهوش کردن پس بهوش کردن. نه، مسئله بیهوشی نیست، چرا که لفظ قرآن کریم ظاهرا کلمه بعث استعمال کرده. ثم بعثناکم من بعد موتکم، باز شما را زنده کردیم پس از مرگ شما، لعلکم تشکرون، به خاطری که شما احسان الله را بپذیره، بعد از احکام الله را خب قبول کنه که ما خراستی هم خیلی بیادبی کردیم. و صللنا علیکم الغمام، سایبان جور کردیم بالای شما ابری سفیده، و انزلنا علیکم المن و سلوا، روان کردیم بالای شما من و سلوا را. در دشت تیه بود. تیه یک دشتی بود دور و دراز. تی به خاطر میگه که یا حیران بودن، هر طرف که میزدن قریب که دشت آخر بکنه مانده میشدن، او شو میشد روز بیگا میشد باز همونجا میافتادن. میگه بخیزیم اینه صبا زود کده میبرایم از دشت. صبا که میخستن باز در جای سابقیشان بودن. 40 سال الله متعالی را در نمیشه سرگردان نگاه کرد. چرا نگاه کرد؟ کدام قومی که همت و غیرت نمیکنه الله اینمی قسم میکنه. یک باز یا سرگردان میباشه، دوم در جهاد آماده نمیشدن. هر قدر که تقریر برش میشد این سفیدا خو شکنجه و زور و ظلم فرعون دیده بود، از او خاطر که در جهاد رغبت میداد یا نه یک رگیشان برای مقابله نمیخیست. چرا که زمیری از یا غلام شده بود. زمیر الله متعال 40 سال در اینجا تیر کرد. امورش سفیدا کلش وفات کرد. نوجوانا چی شد بگه؟ نوخیل بالا شد دیگه، سر بالا کردن. حالی که برش میگه در مقابل فلان طاغوت میگه آماده هستم. امروز در مبارزه کی آماده است؟ وایی که درد و غمی چی را دیده باشه از استعمارا را و در مقابل نمیخیزه. از او خاطر همیشه جهاد در مناطق سرحدی می باشه، در مناطقی که زیر یوغی چی نمی باشه، حکمتا نمی باشه و آزاد تربیه شده، دماغی آزاد داره، فکری آزاد داره، مقابله میتونه. از در دایره و دفتر مامور از رئیس زیاد میترسه یا یک نفر بیرونی؟ مامور صاحب که میگه اینه میطور که میکنه تو میگی نفسش گرفت. صاحب میگه بیچارگک خدا گرفته نمیتونه. بی آدمی بیرونی در قصیش هم نیست. میگه این چی مرتبه داره یا مقام داره. خوب در اینجا الله متعال در این دشت تی باز نشانه های قدرت خدا نمایان میکنه برای ازیا. گرمی بود، افتو بود،
الله ابر سفید پیدا کرده که نه تاریکی شوه و هم سایه شوه. از این معلوم میشه سایه که از جمله رحمتهای الله متعال است. از خوراک الله عجیب انتظام برش کرد. یکی من بود، دیگه سلوا. من مثل شکرک واری یا عسل واری چیزی بود که از طلوع فجر تا طلوع آفتاب میبارید در سر گیاه ها و چیزا. نه تنها که خورده میشد، او مثل قطق از پیش جور میشد، دیگه چیزا پخته میشد، از او استفاده میکردن. سلوا امو پرنده بود که خیلی چاق و گوشت لذیذ داشت. خط خط پرنده ها بوده می آمده به دستی ها می گرفتن. هم روزه الله متعال اینطور انتظام برش کرد. ببینی نشانه های عظیم قدرت الله متعال می بینن، لیکن وقتی که برشان میگه که بیا جهاد بکنی الله نصرت میکنه، بازم چی میشه؟ بازم پس کشی میکنه. این چقدر بد است. الله برش میگه کلوا بخوری من طیبات ما رزقناکم، از آن پاک و حلال چیزی که ما براتان روزی دادیم بخوری. الله متعال در خوردن نعمتای الله اگر موجود باشه بندیز الله نمانده، منع نکرده. اگر در پیش شروع نعمتای الله آمد اج منع نشده. از همون خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه تو نگفته که شما این کار نکنید، بلکه گفته که الله خوش میشه که اثر نعمت خدا در بندی خود ببینه. یک آدم که الله برش داده بخوره، لیکن شرط است طیبات باشه. طیب دو سه شرط داره، یکی حلال، یکی برای تغذیه مناسب باشه، یعنی پاک باشه. چیزی نجس و چیزی حرام قطعا برای تغذیه مناسب نیست. از او خاطر الله متعال فرمان در خوردن نوشیدن به حلال و مشروع میکنه، نه به حرام. ما رزقناکم میگه او چیزی را که ما براتان روزی دادیم. اینجا عمل کردی از یا اج دخیل نبود که یا بکاره قلبه کنه، زمین او بده، باد کنه، درو کنه، محنت بکشه، زحمت بکنه، این گپا نبود. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. الله متعال میگه کمی نآوردن، نقصانی مرا نکردن. این مردم ها چی کردن؟ شروع کردن بی باور شدن سری الله متعال. بعضی مرغا و امی منقتی خود نگاه کردن ذخیره، اعتمادش سری الله چی شد؟ ضعیف شد. از او خاطر در سبا که نگاه میکردن یک دمی چی شد؟ بگه چی میگه؟ گنده شد. الله متعال میگه که یا نقصانی خود کرده، من خواهم روزه بری از یا رزق میدادم، لیکن یا بی باور شدن. از او خاطر الله میگه ولکن کانوا انفسهم یظلمون، سری نفسای خود ظلم کردن. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، اینجا است که الله متعال برشان میگه که بری فلان قریه را جهاد بکنه، آزاد میشه قریه. لیکن وقتی که داخل شده مغرور نباشه، تکبر نکنه، باز هر کدامیتان نامیتانه طوفان و قهرمان و فلان نمانه. این جهاد به خاطر الله است. این به خاطر از این نیست که ناما مانده شوه، این به خاطر از این نیست که وزارت ها سرش بگیره، این به خاطر از این نیست که برای ما اختصاصات داده شوه، این به خاطر از این نیست، به خاطر الله متعال است. ما اشتباهات یکی نداریم، به هزارها اشتباه داریم، به هزارها. این را ما هیچ گناه نمیگیم. الله متعال چی میگه به بنی اسرائیل؟ و اذ قلنا ادخلوا، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گفتیم داخل شوی هذه القریه، در این قریه مراد بیت المقدس است، اگرچه مفسرین مختلف نام‌ها را ذکر کرده. فکلوا منها، بخوری از زمین قریه، حیث شئتم، از هر جایی که خوش داره، رغدن به خوشگواری و فراخی، و ادخلوا الباب سجدا، از دروازه شهر سجده کنان داخل شوی. کابل 4 دروازه داره، دروازه مشرقی، دروازه مغربی، دروازه جنوبی، دروازه شمالی. 4 قسم دروازه ما داریم. اینی دروازه را دروازه میگه. الله متعال برای ازو بنی اسرائیل گفته بود در بیت المقدس داخل شوی. وعده داد الله از نصرت، جهاد کردن و نصرت الله نصرت کرد، کامیاب شدن. اما اونجا مغرور نباشه. یک در عملم باید تواضع بکنه، در زبانم تواضع بکنه. در عمل چی تواضع بکنه؟ مجردی که داخل شدن سجده شکر ادا بکنن که این نعمت عظیم الله بود، کمال ما نبود. و در زبانم بگویه که یا الله، سوال ما از تو یا الله طرح کردن یا انداختن گناه های ماست، که گناه های ما از بین بره و گناه های ما بخشیده شود، مغفرت گناه های ما باشه. لیکن این مردم نه در عمل و نه در قول، در دویش یا وفا نکردن. در عمل نعوذ بالله وقتی که در شهر رسیدن مثل که تفلک سری پالکون حرکت میکنه، یا پسکایی داخل شدن در دروازه ها.
او در زبان چی کردن؟ در جای حتتون چیستا حنتتون فی شعیرتین گفتن، دانه در چیستا خوشه بر ما بده. اینطوری کارا را کردن. الله علی حالاتشان بیان میکنه. کمال از تو نیست. تو که هر قدر بالا بتراشی کمال از الله است. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. اثر در عمل تو که مندازه الله مندازه. مرمی تو که نقش تری کافر میخوره دشمن، ایره کی میکنه؟ الله میکنه. تو را که شجاعت میده کی میده؟ تو را که استقامت نصیب میکنه کی میده؟ امی قوم که جمع میشه اتفاق میکنه در مقابل کافر، ایره که الفت کی مندازه؟ اگر الله نکنه تو هیچ چیزم نمیتونی. او مردم افغانستان تو جهاد نمیشناختی، خو الله نصرت کرد که روس در زانو در آوردی. مناسب بود که بسیار عاجزی میکردی. پس می آمدی اینجا در خانگاه که دمو خانه ویرانه شکر الله را میکشیدی، سجده شکر ادا میکردی که الحمدلله به عزت و آبرو در خانه دینم، پس با دین برگشتم. در خانه با عزتم به خاطر دین هجرت کرده بودم، پس با دین برگشتم. لیکن ما نعوذ بالله الله رحم بکنه، ما قوم پرستی ها شروع شد، سنت پرستی ها شروع شد. بگوی دیگه اختصاصی ها و غرور و تکبر و خود ستایی دیگه در اوج خود رسید. امی کارا را ما هم کردیم. بنی اسرائیل مرامت نکنیم. این حالات سری ما آمده، سری از وام آمده بود. ما کدام نعره را بالا کردیم؟ زنده باد تنظیم. نگفتیم زنده باد اسلام. همونطور نبود. شعارای کدام شعارا داده شد؟ بجای از اینکه در مجله، در اخبار، در تلویزیون سخن رسول الله و یک صحابی من حیث سخن بگه مهم نوشته شود، سخن رهبری تنظیمی خدا. این را پیغمبر جور کردیم. نکردیم همی کاره؟ کدام کار است که ما نکردیم؟ آلی خدا وزارت ها رسیدیم، این ریشا بود. 4 روز بعد وزیر صاحب ریش نداره. سکرترش مرد بود، 1 ماه که تیر شد سکرترش زن. وزیر صاحب 1 زن داشت، آلی 2م شد، 3م شد، 4م شد. وزیر صاحب خانه نداشت، برای من معلوم بود پدرش خرکاری میکرد. آلی بلدنگا شد که پرسان نکن. دین کجا شد؟ کتابی که در جهاد چاپ شده بود کلمه جهاد دو بود، آلی دیگه کمیسیون جور شد که کلمه جهاد کشیده شود در جایش جواری شود. الف که الله بود، آلی او بدل به انار شود. نشده می کارا. با جهاد جفا نشده، با جهاد خیانت نشده. ای جفا را که ما کردیم الله متعال بدل بر ما داده که نوکری یک ابرقدرت نکردی، چاپلوسیش نکردی، غلامیش نکردی، از دیگر را بکنی دیگه. حالی از او خاطر حالی سرنوشت انتخابات ما دست کیست؟ تعیین کردن پاچای ما دست کیست؟ بگویه دست کیست؟ راستانه بگویه. تاری از او کدام ویزا طلب داره؟ کدام اجازه طلب داره؟ نیروی از او، آمدن از او، رفتن از او، کدامش؟ چی چیز از وطن میبره، چی چیز هر چی میکنه؟ پاچایی از کیست؟ حکومت از کیست؟ خدا فریب ندیم که ما پاچایی داریم. عجیب پاچایی است. جان کیری بیایا بره صلح بیاره، یارا جور کنه، تقسیم قدرت برشان بکنه. عجیب است. چرا جفا با جهاد کردیم؟ ما جفا با جهاد کردیم، نعمت بزرگ الله را قدردانی نتانستیم که اینجا پس می آمدیم اول شروع به این می کردیم که اولین چیزی که ما فاقدش بودیم مراکز تعلیمی دین بود. تا که مجاهدین کامیاب شد، 1 مدرسه را شما می بینید دمی کابل. امو ابو حنیفه که زمان قدیم بود، امو دارالعلوم به نام دارالعلوم عربی کابل، کدام مدرسه دیگر رو دیده که به نام قرآن حدیث باز شده باشه؟ کدام پهنتون دیده که باز شده باشه؟ سالونه عروسی را دیده که باز شد و شبکه های تلویزیونی را دیده که باز شد؟
کدام چیز باز شد یا کدام قدر جهاد فهمیدند و دانستند؟ دارالایتام باز نتانستند که برای یتیمای بیچاره یک کمی سرپناه خو می بود که اولاد شهدا یک کمی خو از علم بهره‌ور شوند. همین قدر نتانستند. اگر که دارالایتام هم جور شد، قماندان سه بچای خدا به نام دیگه داخل کرد. عجیب است. بنی اسرائیل مامور شده بودن که از دروازه داخل شود. سجدن چند معنا داره. به تواضع داخل شوی، غرور تکبر نکنه، یک معنا. سجدن داخل شوی، یکی سجده شکر ادا کنه. حالی هم در شریعت ما هم زمانی که یک نعمت بر ما آوازش صدایش ناگهان میرسه که این نعمت برات حاصل شده، سنت است که آدم سجده چی بکنه؟ شکر بکنه. یا است که مراد از این 2 رکعت نماز خواندن شکرانه بود. هر کسی که از سفر پس در وطن سلامت میاد 2 رکعت نماز چی نمیخونه؟ شکرانه را میخونه. الله برش دستور داده بود چرا که انسان مغرور نشوه، همه چیزا را به خود نسبت نکنه، همه کمالات از آن کیست؟ الله متعال. بازم اظهار عاجزی بکنی. در زبان خودم باید بگوید که حتتون، یا الله سوال ما طرح کردن از بین بردن گناه است، مغفرت گناه است. الله گفته بود که نغفر لکم خطایاکم، ما گناه های شما را بخشش میکنم. و سلازید المحسنین، زود است که مزیاد بکنم امرای محسنا. محسن کی را میگه؟ احسان یکی امرای الله است، یکی احسان امرای مخلوق الله است. احسان امرای الله ای را میگه که عبادت الله را طوری بکنی که انک تراه. در حدیث جبریل امین، زمانی که جبریل امین از رسول الله سوال میکنه مال احسان، احسان چیست؟ ان تعبد ربک کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. عبادت الله را طوری بکن مثل که تو الله را میبینی. اگر تو نمیبینی الله خود تو را میبینی. هر عبادت الله را به می سیستم انجام دادن، این احسان امرای الله است. یعنی یک عبادت به وجه اکملش ادا کردن که هم خلوص دو باشه، خالص برای الله، و هم به نقشه پیغمبر خب برابر باشه. این چی میگه؟ احسان در عبادات و احسان امرای الله. یکی احسان امرای مخلوق الله است. احسان امرای مخلوق الله چی است؟ امر به عرف است، نفرساندن است و کف الاذی، اذیت نرسه و نفت برسه. اینی احسان امرای مخلوق الله است. اگر شما احسان کردی، اینجا آمده عبادت الله را پس شروع کردی در وطن، با مخلوق الله از روی تواضع چی کار کردی؟ الله زیاد میده براتان. این وطن نه، وطن دیگر هم فتح میکردیم. اگر دمو مستوایی که افغانستان فتح شد، اینجا شما بگوی یک کمکی اتفاق می بود کل مملکت های آزاد شدی روسیه در زیر دست مجاهدین می آمد یا نمی آمد؟ می آمد. لیکن با تأسف که ما از احسان زاید باز ماندیم، خود درگیر شدیم، او مردم در دام دیگه چیزا افتادن. وگرنه او مردم خود به خود یک پفه گپ بود، یک پفه که یک اعلان میشد، تمام مجاهدین اونجا فعال بود، اعلان پاچایی میکردن، گپ خلاص بود. لیکن با تأسف که از دست دادیم. فبدل الذين ظلموا، تغییر داد و کسانی که ظلم کرده بودن، از حق تجاوز کردن. الله برشان یک عمل گفته بود و عمل دیگر انجام دادن، یک سخن گفته بود سخن دیگر انجام. قولا، امو گفتاری را که الله برشان گفته بود او را تغییر دادن. حبتون فی شعیرتن گفتن، یا چیستا در جای ازو حنتتون گفتن. غیر الذی گرفتن، غیر از سخن قیل لهم که برشان گفته شده بود. فانزلنا، الله میگه ما روان کردیم علی الذین ظلموا، بالای کسانی که این طور ظلم کردن، رجزن، عذاب عبرتناک، من السماء، از طرف بالا، بما کانوا یفسقون. یک معامله و گناه نبود، مسلسل یا از طاعت الله خارج می شدن. در این آیت بسیار درساست. کدام درساست؟ تغییر دادن یک لفظی که الله برش گفته، یک کلمه را تغییر دادن. الله مستحق عذاب سخت کرده، عذاب سخت کرده. کسی که مکمل تغییر میده شریعت رسول الله را، او چطور مستحق باشه؟ کلماتی که از طریق شریعت بر ما میایه او دو قسم است. یکی لفظشان مطلوب می باشه که نمی لفظ باید گفته شود، دو طور جای دو لفظ نه زیادت میکنی نه کمی میکنی، بالکل هو به هو امو لفظ میاری. آزان کلماتش بر ما تعیین شده، مطلوب در اونجا اونمو الفاظ است. از او خاطر کسیم زیادت نمیکنه در کلمات آزان. پس او مردم، بعضی مؤذنا چی میکنه؟ وقتی که آزان خلاص کنه لا اله الا الله،
باز قطعی خود چی میگه؟ محمد رسول الله. این غلط میکنه، این زیادت در دین میکنه. اینجا الفاظ مطلوب است. اگر تو قطعش محمد رسول الله را اضافه میکنی، این زیادت در آزان است. مثل که اینمی طور بنی اسرائیل مستحق اینی طور عذاب عبرتناک شده، اینی طور آدم هم مستحق عذاب عبرتناک میشه. دعاهایی که از پیغمبر علیه السلام نقل شده، از کاری که از پیغمبر علیه السلام نقل شده، یا کلش الفاظش مطلوب است، در لفظایش باید تغییر نبیه. از پیغمبر همی قدر آمده اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذل جلال و الاکرام. اولی تو در اینجا زیاد نکنی اللهم انت السلام و منک السلام و ادخلنا دار السلام و الیک ارجع السلام. چیست دیگهش مچم و دیگهش حینا ربنا بالسلام. این طوری را که میکنی این معنای ازیر داره که رسول الله کدام ذکر گفته بود و ناقص بود و نقصان رسول الله را ما کامل میسازم. مناسب بود با پیغمبر کی کلمات میگفت، خو نگفتم ما ای را میگم. این چی کرد بگوی؟ سری رسول الله انتقاد کرد، نسبت عیب با پیغمبر کرد، نسبت نقصان با پیغمبر کرد، خود کلان دانست، تغییر کلمات و ذکر رسول الله را کرده. میفهمی یا نه؟ دینی را مردم میگن، از خود اضافه میکنی. در دعای آزان اضافه میکنه، در این کلمات اضافه میکنه. این قطعا نادرست است. نه، او کسی که از سر طور کلمات جر میکنه که بالکل شرک است. درود تاج، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کلش دافع است. هفته کلام پیش تانه سیانه تالی رم است، پوشای چرمی برش کده است. و قرآن کریم پوش نداره، هفته کال پوش داره. دیش سفیدا برو زنی پیچه سفیده ببینی که شمایل نامه و نورنامه را یاد کرده که پیغمبر از نور پیدا شد، نورش با شکل طاووس داشت، طاووس در دریای رفت اوجا که بازی کرد و که پس برآمد که از بالایش قطره باد شد، یکی جبریل شد، دیگهش میکائیل شد. این واهیات و دروغی سخت از کجا کردن یا چی میکنن؟ کلش واهیات است. این در مقابل شریعت رسول الله شریعت جور کردن است. میفهمی یا نه؟ یک دعا در جای نبی کالذی ارسلت، صحابی و رسول کالذی ارسلت میگه در دعای خواب کردن رسول الله سرش انکار میکنه. و نبی کالذی ارسلت، در حالی که نبی و رسول یک معنا داره، در اذکار تغییر نمیاد. رسول الله 33 دفعه گفته، تو میگی نه 37 دفعه میگم. غلط میکنی، دروغ میگی. تو چیزی که در شریعت تعیین شده اون امور تعیین میکنی. فقط بله تنوع در عبادت است. پیغمبر مثل اذکار 25 دفعه هم گفته، 11 دفعه هم گفته، 33 دفعه هم گفته. هر عمل که پیغمبر انجام داده همونطور انجام میدی. از خود دو تغییر و تبدیل نمیاری، نه در جایش، نه در وقتش، نه در سببش، نه در مقدارش، نه در کیفیتش، در هیچ کدامش تغییر نمیاری. عبادت که چه قسم آمده همو قسم انجام بده. چرا؟ اگر تغییر میاری الله متعال با یک کلمه تغییر دادن بر اسرائیل چی کرد؟ مستحق عذاب دردناک و عبرتناک کرد. ما تو چطور که بسته شریعت تغییر میدیم؟ ذکر الله چی رقم آمده بود؟ دعا رسول الله چی رقم کرده بود؟ نماز چی رقم خوانده بود؟ تو چرا اینطور کرده ای؟ به می ملاهایی که امروز تراویح میخوانه قسم بده بگو ثبوت داری از پیغمبر که می رقم تراویح خوانده؟ سند پیش کرده میتونه که نه قومه است، نه جلسه است، نه رکوع صحیح، نه سجده صحیح، نه دعاها پوره میشه. این در کجاست؟ چه قسم خوانده رایسته؟ ما دشمنی با مردم نداریم، ما دلی با سری مردم میسوزه. بیچاره وضو میکنه وقتی خدا میده بجای از اینکه ثواب ببره عذاب میبره. چرا؟ که طوری نماز خواندن ریشخندی سری عبادت است یا عین عبادت است؟ این ریشخندی سری عبادت است. تو قدر و عظمت عبادت نمیدانی. عبادت به این سیستم نیست، عبادت به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. برو دنبالش. کدام چیزی که لفظ مطلوب نباشه در اونجا تغییر آوردن پروا نداره. مثل روایت حدیث. روایت حدیث به نزد کل علما به معنا جایز است، به شرطی که تغییر زیاد نبیه. صحابی وقتی کلمات از پیغمبر شنید اگر عین هو و هو امو کلمات نگفت، امو مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفت بر ما نقل کرد،
این بالکل درست است. از او خاطر حدیثی که لفظا متواتر باشه بسیار کم است. چرا که هو لفظی که رسول الله گفته و صحابی عین نمو لفظه برای ما نقل بکنه بسیار کم است، بلکه مطلب برای ما ارائه کرده، مقصد برای ما بیان کرده. باز در اینجا تغییر در لفظ پروا نداره، یعنی آدم گناهگار نمیشه. و از استسقا موسی لقومه، قابل یادآوری است در آن وقتی که طلب آب کرد موسی علیه السلام برای قوم خود. فقلنا اضرب بعصاک الحجر، ما گفتیم بزن به امرای عصای خود الحجر سنگ. فانفجرت، روان شد زیاد، منه از زمین سنگ 12 عینا، 12 چشمه. قد علم، یقینا معلوم کرده بود، می دانستن کل ناس، هر طایفه، مشربهم، امو جای آب نوشی خدا. کلو، ما برشان گفتیم که بخوری و اشربو بنوشی، من رزق الله، از رزق الله. ولا تعصوا فی الارض، نگردی شما در روی زمین مفسدین، فساد پیشه. و از قلتم، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما گفتی یا موسی علیه السلام لن نصبر، هرگز ما اکتفا نمیکنیم علی طعام واحد، به یک قسم، به یک نوع طعام. فادع لنا ربک، طلب کو برای ما از پروردگار خویش، یخرج لنا، که بکشه برای ما، مما، از آن چیزایی که تنبت الارض، میرویان زمین، من بقلها، از ترکاری و سبزیجات، و قثایها، از بادرنگ و تره، و فومها، از سیر، و عدسها، از نسک، و بصلها، از پیاز و گندنه. قال، موسی علیه السلام گفت تستبدلون، آیا شما به عوض میگیری الذی طعام هو ادنا، که او خیلی در مرتبه پایین است، بالذی، در مقابل طعامی که هو خیر، و طعام خیلی بهتر است. اهبطوا مصرا، ضرورت به دعا نیست که ما از الله طلب کنیم، این خود زمین پیدا میشه. اهبطوا مصرا، بروی پایین شوید این شهر. فان لکم، یقینا برای شما ما آن چیزی است سألتم که شما خود خواسته. و ضربت علیهم الذلة، محکم لگانده شد بالایشان، لازم کرده شد علیهم بالایشان الذلة، ذلت. الذلة ذلت یعنی بزدلی، عدم شجاعت، و المسکنة، فقیری و خواری، عدم غنا. و با گرفتار شدن بغضب من الله، به غضبی که از جانب الله بود. ذالک، به غضب گرفتار شدن یا تمامی مصیبت های سابقش، بیانهم، به سبب ازی بود که کانو بودن یکفرون بآیات الله، انکار میکردن از آیات های الله، معجزات میدیدن، نشانه های قدرت الله را میدیدن، بازم انکار میکرد. و یقتلون النبیین، میکشتن، و یقتلون، میکشن النبیین، پیغمبرها را بغیر الحق. و یقتلون، میکشتن، چرا کانو پیش داخل است، میکشتن پیغمبرها را بغیر الحق، به ناحق، یعنی که به نزد خودشان هم ناحق بود. پیغمبر که بیزو قتلش ناحق است، به حق کشتن پیغمبر جای نامده. ذالک بما عصوا، ای مبتلا شدن به غضب الله به سبب نافرمانی از یا، و کانو بودن یعتدون، که تجاوز هم میکردن. این سرنوشت باز بنی اسرائیل الله بیان میکنه که چی قدر گستاخی و بیادبی کرده در پیش موسی علیه السلام. آلی دمو دشت آب پیدا نمیشه، پیش موسی علیه السلام میایه، طلب آب میکنه. طلب آب یکی از جمله ضرورت های انسان است، بلکه هر زنده جان خیلی نیاز به آب داره. و جعلنا من الماء كل شيء حی، ما از آب تمام چیزا را زنده ساختیم. بی آب هیچ جای زندگی نمیشه. از او خاطر منطقی آباد است که آب داشته باشه. یا آب نداشتن، از کجا طلب میکنه؟ طلب آب چی رقم میشه؟ در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمانی که قحطی میشد، آب باران نمیشد، مردم مراجعه میکرد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یک صحابی در نماز جمعه در خطبه آمد و پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، مردم چی شده؟ هلاک میشه، حیوانات هلاک میشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خطبه نماز جمعه دستا را بالا گرفت، دعا کرد. در خطبه نماز جمعه دست بالا کردن برای استسقا رواست و آمین گفتن مقتدیان آمده. در دیگه وقتا دست بالا کردن ولو که تو دعا به چیزی دیگه میکنی نه آمده غیر از استسقا. و بس اوقات پیغمبر علیه السلام صحابه را قطی خود گرفته در دشت و بیابان برآمده، استسقای عملی کرده، یعنی 2 رکعت نماز خونده، اونجا دعا طلب کرده، حتی حیوانات و چیزا را هم قطی خود میبرد. بس اوقات همونطور پیغمبر علیه السلام در یک حالت عادی دستا را بالا کرده، از الله متعال طلب باران کرده. معلوم شد که طلب باران در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به می سیستون بوده که پیش پیغمبر مراجعه میکرد، پیغمبر دعا میکرد، از الله متعال میخواست. در زمان موسی علیه السلام هم معمول امیر قم بوده که وقتی سرشان باران نشده، آب نیافتن، پیش موسی علیه السلام آمده
از همون خاطر بود که از زنده طلب دعا کردن جایز است و این وسیله مشروع است. پیش پیغمبر مردم مراجعه میکرد. زمانی که رسول الله وفات کرد، در زمان عمر رضی الله عنه قحطی آمد، باران نمیشد. آلی رسول الله وفات کرده بود. اگر توسل به ذات پیغمبر جایز می بود، ذات پیغمبر مرتبه و مقامش از کل کده بالاتر است. عمر رضی الله عنه در خانه خود می نشست، دستای خود بالا میکرد و می گفت که یا الله بر روی برکت رسول الله باران کن، مردم از این قحطی نجات بده. عمر رضی الله عنه میخیز از خانه خود میره، در پیش عباس رضی الله عنه برش همینطور میگه که ای کاکای پیغمبر، تو به نزد پیغمبر مقام و منزلت داری. ما زمانی که مبتلا به قحط میشدیم پیش رسول الله میرفتیم، رسول الله دعا طلب میکرد، ما آمدیم پیش تو که تو دعا طلب بکنی. بعد از او چی میکنه؟ عباس رضی الله عنه دعا را طلب میکنه. این حدیث دلیل بالا رد بالای توسل است، نه ای که دلیل برای توسل باشه. لیکن کسایی که علمایی که تلبیس ابلیس میکنه، مردم فریب میده، اینجا میگه سایکو عمر رضی الله عنه رفته عباس رضی الله عنه توسل کرده. کی او عباس رضی الله عنه توسل کرده؟ اگر توسل میکرد چرا سری افضل نمیکرد که رسول الله بود، در خانه خود مینشست میگفت که الله بروی پیغمبر باران ببار. لیکن عمر رضی الله عنه میفهمید که از با مرده توسل نمیشه، یعنی به ذات پیغمبر توسل نمیشه. رفت پیش زنده، از زنده طلب دعا کرده. اینجا شریعت موسی علیه السلام هم می رقم بوده. در آن وقتی که طلب باران کرد موسی علیه السلام برای قوم خود، از الله خواست یا الله برای از آب روان کو. فقل نضرب بعصاک الحجر، الله میگه ما فرمان دادیم به موسی علیه السلام که بزنه به عصای خود الحجر سنگه. برای موسی علیه السلام معجزه شود او مردم نشانه قدرت الله را مشاهده بکنه. عجیب اساس، عجیب اساس. 4 معجزه در یک عصا برای موسی علیه السلام است. اگر دریا را میزنه جدا جدا استاد میشه، اگر سنگ میزنه چشمه ها از پیش میبره، اگر مندازه در میدان ساحرایی که غوله ها و تیرا را گرفته بود چشم بندی کرده بود مار کلش فرو میبره، اگر پس دست میگیره چوب است. الله متعال این معجزه ها را در یک چوبی موسی علیه السلام انداخته بود. خود تعجب در اینجا است که عصای موسی علیه السلام اینقدر کمالات داره، کمالات. سنگ از پیشش چشمه روان میکنه، چوب از چوب. الله متعال بر اسرائیل میگه که بدبخت قوم، چوب موسی علیه السلام اینقدر تاثیرات داشت، لیکن موسی علیه السلام سر شما هیچ تاثیرات نداشت. پشت سر میاد ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فهی کالحجارة و اشد قسوه. دلای شما سنگ قدم سخت بود، شما از موسی علیه السلام هیچ درس نمیگرفته. موسی علیه السلام سنگ میزند 12 چشمه میبراید. هر قوم علیده چشمه. در امور دنیا انتظام اموری ضروری است، ترتیب و تنظیم ضروری است، به خاطر که وقت ضایع نشوه، کشمکش پیدا نشوه، جنجال نشوه. تقسیم قوم به خاطر تنظیم ای درست است که کارا منظم شود. تقسیم قوم، وگرنه قوم تقسیم کردن درست نیست. برای تنظیم امور درست است، اینجا برای تنظیم امور است. به خاطر که اگر کلگی چشمه یکی باشه، کلی قوم ها میان یکی سری دیگه زوری میکنه، هر کس که زور بود همو اول نوبت میگیره. نه، هر کدامش معلوم باشه. از همو خاطر است هرگاه که یک چیز یکی باشه و مردم زیاد باشه، بهتر است که نوبت مقرر شود، وقتی مردم ضایع نشود. در یک قریه یک چاه است، اینی مردم خودشان انتظام کنه. اینطور نگویا بچه تو میداد دختری از اون بچه از اون، اونجا درب و دروب زدن و کندن میشه، یک بولک وقت می جنگ ضایع میشه. او کلگی از کار مانده، بچه تو رفته 2 ساعت تیر کرده، در یخ استاده است یا در گرمی از اون رفته. در اینطور امور الله متعال برای ما تعلیم میده که انتظام داشته باشیم. خب قریه هستیم 40 خانه، یک دانه چی داریم؟ بگوی چا داره، آلی تقسیم میکنیم از فلانی ساعت تا فلانی ساعت از او 10 خانه، از او ساعت تا او ساعت از او 10 خانه، از او ساعت او خانه ها ما بین خود تقسیم بکنه. نه وقت ضایع میشه، نه جنجال پیدا میشه و نه بگه زور و ظلم سری کسی میشه. از او خاطر هرگاه یک شی یکی باشه باید انتظام شوه. انتظام بالکل این بسیار مهم است در پیشبرد امور زندگی. اینجا سعی کو امی بنی اسرائیل
12 قوم شده. این تقسیم قومیت برای انتظام است، نه برای تفرقه و نعوذ بالله یکی بالای دیگه بالا تراشیدن. به این خاطر نیست. اگر یکی با دیگه بالا تراشیدن باشه بازی قطعا ممنوع است. چرا فرقواریت است. فرقواریت الله خوش نداره، قطعا خوش نداره. این برای تنظیم امور است. فانفجرت من حسنتا عشرة عینا، روان شده زیاد. در دیگه جای فن به جسد میاد. اول ابتدایش آب کم بود، پس آن خیلی زیاد شدن. 12 چشمه. قد علم كل ناس مشربهم، معلوم کرده بود هر جماعت امو جای خوردن آب خدا. مشرب جای خوردن آب که ما شما گذر میگیم، گذر آب خدا میشناختن. کلوا واشربوا من رزق الله، برشان گفته بودم که بخوری بنوشی از رزق الله. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، الله ما را از خوراکا منع نمیکنه. آزاد هستیم، آزاد. هر قدر که توان داری در دسترست پیدا بشه بخور، لیکن فساد نکنی. فساد نکنی. تو را من از فساد میکنم. فساد چی وقت میشه؟ وقتی که مال و دارایی زیاد شود نعوذ بالله، باز میبینی قمارباز میشه، باز میبینی که دل پیدا میکنه نعوذ بالله به گپای دیگه، به شراب خوری، به رقص و به فحاشی. این فساد میگه. الله که نعمت خدا برات فراوان میکنه، تو را آزاد گذاشته استفاده کن، لیکن فساد نکن. بس اوقات اینمی طعام زیاد میکنی. فساد چرا میگه؟ اول آلی روزه است، 10 قسم طعام جور کردی بیگا، یک لقمه زر کدام خوردی دیگه همونطور باقی میمانه. باز در همسایه هم روان نمیکنی، آلی همسایه اینطوری طعام نمیگیرم، برای خود عیب میدانه. بازور میبری در زباله‌دانی. شاروالی هم نیست بیچاره که زود دور ور داره، چندین روز دور باقی میمانه. به مجردی که در کوچه تیر میشی این قدر بدبویی میباشه که هیچ پرسان نکن. سبب پیدا شدن انواع میکروبات چی؟ ساری و بروز امراض گوناگون میشه. فساد شد یا نه؟ الله برات میگه ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در روی زمین فساد پیشه نباشه. یک یا برای پیدا کردن امی خواسته های فساد شروع نکن، دزدی کو، قمار بزن، حرام بخو، غصب بکو، از یک راه نه از یک راه برای خود پیدا میکنی، تو کار نکن. وگرنه نعمتی که از راه حلال برات میاد الله سرت پابندی نلگانده. بخو بنوش، هیچ کدام گپی نیست. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما گفتی که ما هرگز اکتفا کرده نمیتونیم علی طعام واحد، یک نوع طعام. آلی ما سیر آمدیم، طعامی که بی محنت بود، بی زحمت بود، الله لی پاکیزه بود. ایره آلیا بدل میکنه به چیزای بگوی تلخ و تیز. مردم با اوقات همین طور می باشه. فدع لنا ربک یخرج لنا، طلب کو دعا بر ما، طلب کو بر ما ربک از پروردگاری خود. چقدر بیادبی میکنه. رب برای تنها فقط برای موسی علیه السلام معرفی میکنه، تو گویی که یا رب بیشان نیست. او چی طور میگه؟ تو طلب کو از پروردگارت که برای ما این کار بکنه. باز چی میگه؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، که بکشه برای ما از آن چیزایی که زمین میرویانه، من بقلها، زمین میرویانه. این نسبت به سوی سبب است که الله او را سبب جور کرده. نسبت به سوی سبب درست است. سببا 3 قسم می باشه. یکی سبب شرعی، یکی سبب حسی و عقلی، یکی سبب وهمی. 3 قسم سبب می باشه. نسبت یک شی به سبب شرعی ای بالکل درست است. مثل یک آدم میگم ما دم کردم جور شد، این دم کردن سبب است، تو جور نکردی. الله این دم سبب جور کرده برای جور کردن، نسبتش به دم کردی، این سبب شرعی میگه. اگر آب خوردی تو سیر شدی، سیراب شدی، این سبب حسی عقلی است. بالکل آدم سیر میشه، الله اثر ردش گذاشته، تو میگی آب خوردم سیر شدم، نسبت سیری را به کی کردی؟ به آب. این پروا نداری، شرک نیست. سوم سبب وهمی است. یک چیز سبب نیست تو به او نسبت میکنی، یک چیز سبب نیست. روبا در یک طرف وقت میزنه، اونجا در طرف دیگه قریه در رخ دیگه دریا مرده میشه، میگه وی روبا وقت زد اینجا مرده شد. این توتکا خیلی در زنا زیاد است. چادر که در شینگ بیا میگه چیستا کدامی میاره، آرد بپره میگه اینطور میشه. اکک چی بکنه؟ بگه صدا بزنه، عجیب است. اینی طور آوازا و اینی طور گپا را مردم پیدا کرده. این اسباب وهمی است. این اسباب وهمی است. این قطعا تاثیر نداره. در این طور چی نسبتا سپند دود کو بگو
بلاها گم میشه. این سبب چی است؟ وهمی است، این شرک است. تار در اینجا بکو، گوی مرغ در پایت بسته کو که نظر نشود. این عجیب است، تعجب است. این ملت ما چی میکنه آخر؟ یک آدم که نعوذ بالله با گندگی قدر قائل شده باشه، بگوی دیگه با گندگی. در زراعت ها ببینید، در هر جا که درخت های خوب است، کشت های خوب است، کله خره در سری چی داده؟ در سری شگسا داده. این کله خر چی میکنه؟ لطه سرخ در موری دیوال، یک لطه سرخ دفع میتونه. این کلش واهیات است، این کلش شرک است، نعوذ بالله. هرگاه نسبت یک فعل میکنه به امرای الله برابر کردنش، اگر الله خواسته باشه تو خواسته باشی، این شرک است. برابر کردی به امر الله. آیا طور میتونی اگر الله خواسته باشه بعد از تو خواسته باشی که بعضی کاراش مربوط تو هم باشه، کلمه بعد اگر استعمال کردی در این جمله نمیایی. خب اینجا و مما تنبت الارض، زمین رویانیدن این سبب است. الله زمین سبب برای چی گردانیده؟ رویانیدن گردانیده. او سبب حسی است، ما و شما میبینیم. من بقلها، از سبزیجات و قصای ها، از تره و بادرنگ و فومی ها، از سیر. گندم بعضی میگه این معنا صحیح نیست. چرا؟ گندم اینطور طعامی است که همیشه برش نیاز است. و عدس ها از نسک و بسال ها از پیاز و گندنش، یعنی چیزای بدبو و چیزا را تقاضا کردن. قال تستبدلون الذي هو ادنى، موسی علیه السلام میگه شما در بدل میگیری الذي طور طعامه هو ادنى که خیلی مرتبه پایین داره، بالذی هو خیر، در مقابلی و طعامی که بهتر است. پیش ما و شما گفته بودیم تبدیلی نعمت الله چیست؟ بگه یکی از اسباب غضب است. نعمت الله رو چرا تبدیل میکنی؟ به خاطری که موجب غضب میشه، الله سرت غضب میکنه. از این خاطر موسی علیه السلام یارا میگه که شما میگه از الله طلب کنی، این خود ضرورت نیست از الله طلب کردن. بدبختو اهبطوا مصرا، بروید شام. وقتی که هیچ چیزا دلتان نشه بری بکاری، زمین قلبه کنی، زمین بگیری، جهاد کنی، اول زمینتان آزاد کنی، بعد از این کارایتان شروع کنی. بری دیگه. اهبطوا مصرا، بروید او شهر، فإن لكم ما سألتم، یقینا برای شما آن چیزی است که شما سوال کرده. چرا این قدر موسی علیه السلام بعد از این الله متعال غضب از سری مردم کرده؟ آیا تبدیلی نعمت اگر خواهش طبیعت انسان باشه این گناه هست چی؟ خواهشات ما و شما خیلی زیاد است. نکته دیگه جای است. بدی که از یا آمده، این تنها طلب کردن خواهش طبیعت نیست. طبیعت کی پیدا کرده؟ الله. خواهش کی پیدا کرده؟ الله. ما حتی بس اوقات گوشت دل ما نمیشه، لیکن چی؟ بگه گشنیش دلش میشه. طبیعت است، الله گذاشته، این خود گناه نیست. اینجا نقطه دیگه است. او کدام نقطه است؟ این مردم ها تعالی را طعام همونطور بدون کدام محنت و زحمت می آمد، خودشان آمده برای جهاد کردن بود. اولی میتونستن فارغ بودن برای از اینکه آمادگی و تیاری در مقابل دشمن بگیره. اینی را اولی تبدیل میکنه که نه ما مریم زراعت کنیم، باغداری کنیم، جهاد دیگه در پشت سر گذاشته شود. و این در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اذا تبایعتم چیسته بالعینه و اخذتم اذناب البقره و چیسته و رضیتم چیسته بالزرع. شما راضی شده به کشت و کار، دنبال اسبا را گرفته و بیع و فروش هم سودی را شروع کرده که منافعش زیاد است، در قرضی قدر و در نقدی قدر، همینطوری ها را شروع کرده. چی است؟ وردیتم بالزرع. یس دیگه شو بگو. و ترکتم الجهاد فی سبیل الله. در حدیث پیغمبر این موضوع برای ما واضح شد که کدام ملت و مردم پیغمبر اسلام به امت خود میگه شما ترک جهاد فی سبیل الله را دیگه چیست؟ ازلکم الله، الله شما را ذلیل میکنه. به این طور چی ذل کی، به این طور خواری کی چیسته بگوی پس بر نگرده تا وقتی که شما پس در دینتان بر نگشته. ازلکم الله بذل حتی ترجعوا الى دینکم، تا وقتی که پس به دینتان رجوع نکنه، یعنی مراد از این جهاد، پس دست به جهاد نزنه،
همین قسم ذل خواری را الله متعال سرطان آورده رویسته. اینجا بنی اسرائیل تنها به تبدیلی اینمی خوراکا مستحقی عذابا و غضبا نشده. اینجا یار رضامندی خدا از کشت و زراعت نشان داده، جهاد ترک میکنه، میدان جهاد ترک میکنه. از او خاطر الله متعال پس از او برش میگه چی میگه؟ و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، لازم کرده شد امرای از یا، تاپه شد بالای از یا. از ذلت بزدلی را یعنی عدم شجاعت که همیشه یا شجاع نمی باشه قطعا. والمسکنت فقر و خواری را اگرچه مالدار می باشه لیکن الله متعال برای از یای قوت نداده که خدا مالدار معرفی بکنه. همینطور است یهود در هر جای ذلیل است. این وعده الله متعال است مگر در اونجا سوره آل عمران میاد الا بحبل من الله و حبل من الناس. یا همیشه همینطور است. همین ذلت و خواری سرش همینطور لازم است مگر اگر چنگ بر اسپانی الله زده باشه که اسلام بیاره و یا بر اسپانی مردم، یعنی خدا در پناه مردم داده باشه. مثل که آلی امی بر اسرائیل فعلی یک چونی و یک پوستی کی است؟ امریکا و انگلستان است. از اون طرف حمایه میشه وگرنه یا هیچ کدام حیثیت نداره. الله متعال یا را ذلیل کرده. او به خاطر چی ذلیل کرده؟ ترک جهاد ذلیل کرده. این ذلت به می خاطر آمده. هو به هو قرآن امی موضوع را بر ما بیان میکنه. امتی رسول الله زمانی که جهاد ترک کرد و راضی شد به کار و روزگار دنیای خود، باز دیگه الله سرش چی میاره؟ بگوی ذل خواری را سرش میاره. تا که پس در دین خود یعنی به جهاد خود بر نگردیم امی حالت سر ما است. الله از او خاطر میگه و با بغضب من الله، گرفتار شدن به غضبی که از جانب الله متعال بود. آن چیزی که فخر و شهامتشان بود، عزتشان بود، او را بگذار، برو نعوذ بالله چیزایی را اختیار بکو که همیشه در محنت و زحمت باشی و زندگی عزتمند نداشته باشی. کسایی که جهاد میکنه زندگی چی داره؟ عزتمند داره. ذالک بانهم، این ذالک اسم اشاره یا به کلی ما سبقه کارایی است یا به می نزدیک است که به غضب الله گرفتار شدن است. ذالک به غضب گرفتار شدن از جانب الله بانهم به سبب عزیز کانو که بودن یکفرون به آیات الله، مسلسل انکار میکردن از آیاتای الله متعال. قدم به قدم معجزه موسی علیه السلام میدیدن لیکن با سرش عمل نمیکرد، یا احکام الله برشان میآمد یا عملی نمیکردن. و یقتلون النبیین، خیرخواهای مردم، کسی که در بین مردم خیلی خیرخواست دلسوز است امو مردم یا نمیماندن که انبیاء علیهم السلام است بغیر الحق بنا حق قتل میکردن به زعم خودشانم. حتی به زعم خودشانم کدام توجیه برای قتل پیغمبر نداشتن که یا پیغمبر را قتل میکرد. ذالک بما عصوا، قتل پیغمبر را چرا میکنه؟ به سبب ازی که مسلسل یا سرکش بودن و کانوا یعتدون، نه حق الله را لحاظش کردن و کانوا یعتدون، همیشه تجاوز میکرد بالای حق مردم. آمد قرآن کریم درس میده بر ما. گناه ها مسلسل انجام دادن، همیشه معصیت الله را کردن، سر حقوق مردم تجاوز کردن، آخر انسان همی کشانه به قتل انبیاء علیهم السلام. مثل که نیکی را جذب میکنه جلب میکنه. دیگه یک نیکی را که انجام دادی الله توفیق نیکی را برات دیگه میسر میکنه. تو میگی ما افطاری را میبرم در مسجد، باز اونجا الله توفیق چی را برات نصیب میکنه؟ جماعت. باز اونجا در جماعت میشه که یک نفر مسافر پیدا میشه، عالمیه از خانه باز یک نان میبری و مسافر. نیکی را جلب کرده رایسته. اینجا در ترجمه قرآن آمدی دستی آیت قرآن شنیدی، حالی فکر برات پیدا شد که والا فلانی دوستم که بسیار عزیزم است، ایره که در ترجمه نبیارم هیچ امکان نداره، جذب کرده میره خود به خود. اینمی قسم گناه را اینمی قسم دعوت داده رایسته. الله متعال بر اسرائیل میگه که وا دست به قتل انبیاء علیهم السلام زمانی زدن که گناه واره فرا گرفت، حس تشخیصشان از بین رفت. عالی خیرخواهترین مردم را هم نمیگذارن که انبیاء علیهم السلام است واره قتل میکنه. از او خاطر الله متعال به غضب خود واره گرفتار کرده. از این آیت بر ما دانسته شد که هر ملتی که ترجیح میده کسب و کار و زراعت و گپاره و میدان جهاد سرد میسازه اعلام میکنه، الله متعال خواری و ذلت سرش آورده ریسته و به غضب خود گرفتار میکنه. امروز گرفتار شد ملت مسلمه در کل جهان جهاد ترک کرده نه. در هر مملکت جنگای وطنی است، جنگای تنظیمی است، جنگای چیست؟ فرقه‌ای است، نه جنگای اسلام و کفر. اگر نباشه خیر چرا یک مملکت قطعی دیگه مملکت یک جای نمیشه، جنگ نمیکنه.
حالا اگر در سوریه تجاوز است، سری کرگی تجاوز است. تن خود سری مردم نیست، در پالوی شمسایش دیگه کس باز قطع از همکاری نمیکنه. من نیست ترکیه قرار بشینه در جای خود، عربستان بشینه، هر چیزی که میشه. معلوم شد که جنگا کلش وطنی و فرقه‌ای بوده. از او خاطر جهاد ترک شده، ذلت الله سری مسلمان ها آورده و قرآن کریم امیر بیان میکنه. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. الله متعال پس از حالات بنی اسرائیل یک قاعده عمومی را بیان میکنه. الله دشمنی ذاتی با هیچ طایفه، با هیچ قوم، با هیچ مردم نداره. پیش الله منطقه مطرح نیست، لهجه مطرح نیست، رنگ مطرح نیست، زبان مطرح نیست، قوم مطرح نیست. این گپا پیش الله متعال مطرح نیست. پیش الله متعال مطرح معیار دو چیز است: عقیده راسخ، ایمان کامل به الله متعال، عمل صالح. هر کسی که به هر نام است، در هر جای زندگی میکنه، هر رنگ داره، هر چهره داره، اگر اینمی چیزا داشت پیش الله قدر و قیمت داره، اجر داره، پاداش داره، عزت داره. اگر نداشت تنها نام انسان نجات داده نمیتونه. از خاطر الله میگه ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آورده، والذین هادوا کسانی که یهود هستند، یعنی خدا منسوب به سوی یهودیت میکنه، و النصارى کسایی که خدا منسوب به نصرانیت میکنه، و الصابئین کسایی که خدا منسوب به دین ابراهیم علیه السلام یا یحیی علیه السلام یا از مجموعه ادیان چیزی را گرفته. من آمن بالله، کسی از یا که ایمان به الله بیاره، یعنی این اهمیت نداره که خدا منسوب به کدام دل و فرقه کرده. اصل معتبر است که ایمان بیاره بالله، ایمانی که قرآن تشریح کرده، با الله ایمان بیاره، و الیوم الاخر، به روز آخرت ایمان بیاره، و عمل صالحا، عمل صالح انجام داده باشه. فلهم اجرهم، برای از یا اجرشان است عند ربهم، به نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، ولا هم یحزنون، نیست غمگین، ترس نداره، مامورات الله را مکمل انجام داده، غمگین هم نیست. چیزی که موجب اجر و ثواب بود از پیششان فوت نشده. این آیت دو درس عظیم داره. اول، بسیار بدی و مذمت بنی اسرائیل بیان شده. کسایی که در زمان پیغمبر حاضر بودن این بدی ها را بشنوه عقده میگیره برادر. ولی چی کنن؟ الله قطع ما دشمنه. در کتابی که تو آوردی برای ما بیان میکنی فقط مذمت های ما بیان میشه. الله برات میگه که نه، میدان و فرصت به کل لگیسته. دیگه قوم مثل شما واری بود، مشرک بود، اما امروز دین پذیرفته، نزد الله قدر و قیمت پیدا کرده. تو هم از امی لباس برای که به نام یهودیت، اصل حقیقت یهودیت موجود هم نیست، کتاب سابق موجود نیست، خود صرف به نام محکم گرفته ای. نصرانیت هم همین قسم. بیا ایمان به الله به روز آخرت بیار و عمل صالح انجام بده، کلگی به نزد الله یکی است. ولی تو هم میدان است، دستی تو را کسی نگرفته که تو همونجا محکم باشی. یک درسی است. دوم درس، سر و صداها زیاد میشه، گاهی اوقات سری نام افتخارات میشه. من سلفیستم، دیگهش میگه من حنفیستم، من شافیستم، من حنبلیستم، من سهروردیستم، من دیگهش میگه چشتیستم، دیگهش میگه من نقشبندیستم. این ناما خیلی زیاد تو بالا میشه. الله متعال رد میکنه، قلم بطلان سری ناما میکشه. نام معتبر نیست، رجستر معتبر نیست، دفتری ثبت نام که نام تو در اونجا ثبت شده. گپ ازی بزن که مفکوره و اندیشه چی است. گپ ازی بزن عمل کردید چی است. آیا مطابق دستور الله هست یا نه؟ الله خوش داره یا نه؟ خلاص این مهم است. در اینجا در مقابل یهود و نصارا صابئین ذکر شده. از خاطر در تعیین صابئین، فرقه صابئین، علما مفسرین قدر اختلاف داره که پرسان نکن. کسی میگه یا پیروان ابراهیم علیه السلام است، کسی میگه یحیی علیه السلام، کسی میگه کتاب زبور قطعش است، کسی میگه نه از مجموعه یهودیت و نصرانیت و از مختلف جاها کم کم جمع کرده از واسطه. اصل صابی در لغت عربی کسی را میگه که مایل باشه از یک طرف به طرف دیگه. صبی رم صبی میگه او مایل میباشه همیشه، هر جای که هر چیز میبینه طرفش میره. پیغمبر علیه السلام هم در روزای اول صابی میگفتن، به خاطر که مایل بود از دین بابا و اجدادش به طرف دیگه، او را صابی میگفت. از او خاطر صابئین آلی مردم کسی ستاره پرست، کسی یک قسم، کسی دیگه قسم معرفی کرده. خود چون این فرقه فعلا در دنیا عرض اندام نکرده که اینی صابی است، از او خاطر اشتباه در تعیینش هم هست. خو این قدر معلوم میشه که یا غیر از یهود و نصارا بوده و غیر از مجوس بوده، یعنی او مردم نبوده.
کسانی بوده که برای خود یا ادعای کتاب یا نظام کرده بودن. به هر ترتیب کسی بوده که خود منسوب به کدام کتاب میکرد. الله متعال در اینجا بیان کرد که این معتبر نامها نیست، معتبر است آلی فعلا که ایمان به الله بیاره. از همون خاطر اینجا رد بالای و کسای هم میشه که میگه سیکو اگر کسی یهودیست کسی نصاراست، اگر در دین خود است الله کار نداره نامه. مسلمان خدا نمیگه نمیگه پروا نداره. جوابش است که اینجا من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به الله داره و روز آخرت. مراد از ایمان به الله و روز آخرت ایمانی که در قرآن ذکر شده، ایمانی که به الله در قرآن ذکر شده، لازم امرش ایمان به رسول الله هم است. لازم برش است رسول الله و به کتاب الله که قرآن کریم است. از او خاطر یهودیت و نصرانیت رسالت رسول الله را قبول نداره. از او خاطر این دعوت های فعلی را که یک تعداد میده که پروا نداره یهودی هم برادری ماست، نصرانی هم برادری ماست، این برادر شده نمیتونه، چرا که به او عقیده و اندیشه که توستی او نیسته. و عمل صالحا، عمل صالح انجام میده، فلهم اجرهم، پس برای از یا اجر و پاداششان است عند ربهم. الله نزدیکی رابطه ذاتی با کسی نداره. الله اجر خدا، پاداش خدا، احسان خدا متعلق دو چیز کرد، یکی عقیده و دیگه عمل صالح. عند ربهم، بنزد پروردگارشان، ولا خوف علیهم، ترس نیست بالایشان، ولا هم یحزنون، نیست غمگین. و اذ اخذنا میثاقکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم وعده محکم از شما، یعنی در تورات. و رفعنا فوقکم الطور، بالا کردیم بالای شما کوه طور، صاحبان وارد سرش آویزان کرد. خذوا ما آتیناکم، گفتیم براتون که بگیری را، یعنی کتاب بگیری، بقوت، با کوشش کردن در عملی از او. واذکروا ما فیه، یاد کنی آن چیزی که دو است، دو کتاب چیزی که هست از او را بگیری، تدریس و تعلیم کنه، بعد از سرش عمل بکنه. لعلکم تتقون، به خاطر که شما متقیا جور شوی یا خود نگاه کنی از انحراف در دنیا و از عذاب در آخرت. ثم تولیتم، باز شما اعراض کرده، من بعد ذالک، پس از شما اعراض کرده، من بعد ذالک، پس از این امر تاکیدی و بالا کردن کور بالایتان. فلولا فضل الله علیکم، اگر احسان الله نمی بود علیکم بالای شما و رحمته، رحمت الله نمی بود، لکنتم من الخاسرین، شما بودی خیلی تاوانی، از جمله مردمای تاوانی. الله چی ضرورت داره که سری یک بنده های خود کور بالا کنه که چرا این کار نمی کنی؟ قاعده است که هرگاه التزام یک دین کردی آلی تو باید او را بپذیری. اگر کوتاهی در عمل میکنی، حکومت وقت مکلف است که تو را پابند بسازه. وقتی که نظام و آیین قبول کردی مطابق از او باید عمل بکنی. در دستوره و قوانین دنیا هم همین معامله است. زمانی که قانون خودی تصویب کردی، خودی امضا کردی، مکلف است که او را سری خود اجرا کنی. اگر اجرا نمیکنی بعد قوه اجرا سری تو به زور اجرا بکنه. چرا؟ به خاطری که اگر قانون اجرا نشوه حیثیت نداره. قانون که اجرا نشوه باز چی فایده داره؟ هیچ فایده نداره. مثل که عالی است، قوانین ساختگی خودشان خدا میسوزه لیکن هیچ اجرام نمیشه. از همون خاطر از حرج مرج است، همه بدبختی ازی پیدا شده. قانون به این خاطر میآید که عملی شود. در قوانین دنیا هم همینطور است، در قوانین الله هم همینطور است. وقتی که نظام اسلام تسلیم کردی تو باید عملا داخل چی شوی؟ دایره اسلام شوی، در عمل خود ثابت بکنی که من اینی کار انجام میدم و این کار باید بکنم. بنی اسرائیل الله متعال کور سرش صاحبان جور کرد، سرش پایین کرد، چیخ فریاد زدن، الله متعال کور ور داشت. چرا؟ این برای منفعت خود همین مردم بود. الله کاری را میکنه که مردم بدانه که اگر ما این را نکنیم الله خود ما را هلاک کرده میتونه. لیکن بیا الله چقدر احسان است. این به منزله عزیز است که یک پدر بچه خود سخت میگه بچه زود شد، در درس میری، در مکتب میری یا نمیری، چاقو را سرش کشیده یا چوب بالا گرفته و میگه نه پدر جان میرم. حالی این معنی ازی را نمیده که پدر ظالم است سری ازی، بلکه پدر سخت شفقت داره سری ازی، به این خاطر که هدر نشوه عمر ازی برای درس بخوانه. الله متعال زمانی که تهدید میکنه ما را یا اینمی قسم حالات سری بنده های خود میاره برای منفعت دنیا بنده هایش است. از او خاطر اینجا میگه لعلکم تتقون،
فایده الله نیست، فایده خود شماست. به خاطر که شما خود نگاه کنید در دنیا از انحراف و در آخرت از عذاب الله. خیر، قرآن برای ما وانمود میکنه که بنی اسرائیل تا این حد هم الله سرش کور بالا کرده و قریب که سرش بندازه یا فریاد کرده، لیکن بعد از محو شدن همی کو باز هم زول امام زلی تراویح بوده. خو همی کور به خاطر چی بالا کرده بود؟ برای عملی کردن تورات. یا تورات قدر کرده بودن، پوشی زرین برش جور کرده بود، خیلی احترامش داشتن، خود چیزی را کدام چیزی که دو ذکر شده بود او را عمل نمیکرد، یکی با دیگه تعلیم و تدریس نمیکرد. این همی قسم کتابی ما و شما هم هست. الله متعال قرآن روان کرده. تلاوت اصل مطلب نیست، یک مقدمه است. اصل مطلب تزکیه است که ما واقعا انسانی واقعی جور شویم و این وقتی میشه که ما تلاوت قرآن بکنیم که مقدمه برای فهم معنا میشه، معنایش بفهمیم که مقدمه برای عملی کردن حکم قرآن میشه. حکم قرآن که عملی کردیم خود به خود ما واقعا انسان برگزیده و انسان درست و سالم جور میشه. اگر هر کدام ما نظر به حکم قرآن که برای ما دستور داده عمل شروع بکنیم، نزاع، جنجال، کشمکش، بدبختی پیدا میشه. فضای محبت، فضای عدالت، فضای برادری و همدردی، فضای انسانیت. نه جار است، نه جنجال، نه جنگ است، نه قتل است، نه بدگویی است، نه بدبختی است، هیچ چیز هم نیست. کتاب الله به می خاطر آمده. خو لیکن ما در مرحله اولم قرار نداریم. ایمان به کتاب الله چی مفهوم داشت؟ در مقدمه براتون گفتم. ما تا حالی در کتاب الله ایمانی درست نداریم. تلاوت درست کجاست؟ فهم معنا کجاست؟ عمل به حکم قرآن کجاست؟ تزکیه از کجا بیاید؟ این مراحل کی طی کردیم؟ ما نو اینجا آمدیم که یک کم کم بخوانیم بفهمیم. الله متعال قبول کنه. ایران در گوشگه کی کلی عمر خود خیلی وقتا کی کم که بیخی بیگانه نشیم، وگرنه حق کتاب الله متعال پورا نکرده باشیم. الله در مقابل عمل کردن تورات کور بالا میکنه. اینالی فکر بکن که عمل کردن به کتاب الله چقدر اهمیت داره، چقدر ضرورت برش است. چرا؟ اولان برای منفعت خودی ما و تو که برای نفع ما باشه. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. یاد کنه او چیزی که در کتاب است. قرآن آمد، پوشا دادیم، هر روز او را زنی ما پوش داده رایی بود، خودی ما بوسه کرد، خوش داشتیم، قرآن قدر کردیم. حالا کی قدر قرآن کریم نبود. در عوض تلویزیون بگو، در عوض کتابای خود ساخته مردم او را برای خود کتابا جور کردیم. حزب البحر، استفاده ما حزب البحر، هفته کل دیگه چی هست؟ دلایل الخیرات دیگهش بگو بسیار چیزا داره. مثنوی را خوب بگذار، یوسف و زلیخا و نجمای شیرازی و خجافز و من خرابی کجا و نغمه ربابی کجا. کل عمر یک کسی نبود که کتابی فارسی ره ملاها را شما میگه سابق ملا نبود. همی احکامه از همی فقه کمی فارسی ترجمه نمیکرد که لا اقل میگفت که وضوع اینی فرایض داره، اینی رقم طریقی وضوع است، امیره نمیتونستن. باز میگه ملا بودن. چی رقم ملا بودن؟ تمام عمر، تمام زمستان سری بچگک چی را میخوان؟ الا چیستا یا ایها چی ساقی ادر کاسا و ناولها، گلاس شراب میگه دور بده و بده به هر کس که عشق آسان نمود اول ولی 70 مشکل ها. عشق آسان نمود، عشق کلی گپای واهیات عشق و این گپا. این خجافز خوانده فلانی، ملای ما خجافز خان بود و برادر، قرآن خان بود، حدیث خان بود، ملای خجافز خان بود. و من خرابی کجا و نغمه ربابی کجا، دل را چیستا برده دل و جان من، دل بر جانان من. بازو را شما باور والله بکن، یک ملا در مسجد ما بود، یک بچه آواز خوب داشت، امی چی را بگفت کریما ببخشای بر حال ما، را شمالی لالزار واری میخوند که گوش برشان بگیره خلاص. مطلبش هم نمیفهمیدن. در به در بودیم. شکر الله را زیاد بکشیم. واقعا اینا الله زیاد رحم سر ما و شما کرده که با کتاب خود شانده و با کتاب آشنا میشیم. الله توفیق زیاد بر ما نصیب بکنه که هم معنایش بدانیم، هم احکامش عملی بکنیم، هم دعوت به سوی کتاب الله بدیم، وگرنه بسیار سخت حالت بود. الله اینجا میگه و اذا خذنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم
میثاقکم وعده محکم از شما و رفعنا فوقکم الطور بالا کردیم بالای شما کوه طور خذو براتان گفتیم که بگیره ما و احکام را آتیناکم که دادیم شما را بقوت به کوشش کردن و عمل کردن دی که کدام احکام سوره عملی کنی در زندگی خود تطبیق کنی واذکروا ما فیه یاد کنی و احکامی را که دی کتاب است لعلکم تتقون بخاطر که شما تقوادار جور شوی قرآن بر ما میگه که تقوا توسط عمل به کتاب الله حاصل میشه هر کس که خدا متقی میگیره پیر صاحب خدا متقی معرفی نکنه چرا که کتاب الله عمل نمیکنه نمیفهمه یا لعلکم تتقون بخاطر که شما نجات پیدا کنی وقایه کنی خدا از عذاب الله متعال توسط عمل کردن به کتاب الله متعال ثم تولیتم باز شما اعراض کرده این کتاب حتی تدریس و تعلیم هم نکرده عمل هم سرش نکرده در طاقای بلند مانده به چیزای دیگه کار برده کتابی مردار جور کرده شه فلولا فضل الله اگر احسان الله نمی بود علیکم بالای شما و رحمته رحمت الله نمی بود لکنتم من الخاسرین شما بودید تاوانیا چرا تاوانیا الله بهترین سرمایه را براتان داده بود خب موقع را براتان داده بود که سری از او عمل میکرده کلش از دست داده در لهو و لعب و در جمع کردن مادیات شروع کرده در بدر خاک بسر شده لیکن الله احسان سرتان کرد فضل و احسان و رحمت او فضل و رحمت چی است در تورات خویا عمل نکردن او را خاموتر گذاشتن تحریفات شروع شد و تغییرات درش آمد لیکن الله متعال قرآن روان کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد الله به بنی اسرائیل میگه که مردم شکر الله را بکشی خب فرصت براتان میسر شده ما سبقیتان ماضیتان خود در بدری است لیکن براتان موقع میسر شده به ما و شما امیر رقم خطاب است به ما و شما امیر رقم خطاب است پدرای ما نیاکان ما بیچاره خو دونمود تاریکی یا در رقم کی بود رفتن بیچاره نه ترجمه بود نه درس بود نه حدیث بود نه علم بود نه نوشته بود یک زندگی بدبی بود یک زندگی خوری و بیچارگی بود رفته لیکن بر ما و شما الله فضل و رحمت کرده کدام از فضل و رحمت ولولا فضل الله اگر نمی بود احسان الله که عبارت از اسلام است دین جدید الله براتان روان کرد و رحمت و رحمت الله متعال که قرآن است الله قرآن روان کرد که توسط یزی اسلام براتان معرفی شد آل دیگه بخواه ایمان سرش بیاره چرا که شما آشنایی به کتابای سابقه داره میفهمه که سعادت و نیکبختی وابستگی به کتاب الله داره سابق و کوتاهی و قصور کردیم عالی نمیکنیم در بدری سابق کرده بودیم عالی نمیکنیم یک مانا دوم فلولا فضل الله اگر نمی بود احسان الله که مهلت داد برای شما و رحمت و رحمت الله نمی بود که توفیق توبه را براتان نصیب کرد لکنتم من الخاسرین شما تاوانی بودید خو الله براتان مهلت داد بعد از او توبه کشیده عالی خوب شده سوم فلولا فضل الله اگر نمی بود فضل الله که قرآن فرستادن است علیکم بالای شما و رحمت الله نمی بود پیغمبر فرستادن است که قرآن براتان تشریح کرد لکنتم من الخاسرین تاوانی بوده دیگه مانا فلولا فضل الله اگر نمی بود فضل الله قبول شدن توبه علیکم بالای شما و رحمت الله که عفو گناه است که الله گناه را از پیش عفو کرده لکنتم من الخاسرین شما تاوانی بوده سر ما امی گپ است ام توبه آمده ام عفو گناه الله عفو میکنه ان شاء الله و ام اسلام آمده و قرآن آمده اگر نمی آمد در بدر خاک بسر بودیم امروز شکر الله را زیاد بکشیم به خاطر که عمر ما در خسارت تیر نشوه در بدر نشویم حقیقت دین خدا آشنا شویم در کل نعمتای الله که برای انسان نصیب میکنه نعمت عقیده واره که هدایت است هیچ نعمت نیست الله برای ما نصیب کرده ولقد علمتم الذين یقینا شما معلوم میدانستید الذين او کسایی را اعتدوا که تجاوز کردن منکم از جمعتان فی السبت در روز شنبه فقلنا ما گفتیم لهم برای از یا کونو شوی قیردتن شادی ها خاسئین از ذلیل فجعلناها گردانیدم امی واقعه را نکالا درس عبرت لما بین یدها به او مردمایی که حاضر بودن و ما خلفها و درس عبرت برای کسانی که حاضر نبودن غایب بودن و موعظه للمتقین و این نصیحت شد یعنی ذریعه من شدن شد از گناه و ارتکاب حیله ها للمتقین برای کسایی که در صدد تقوا هستند الله متعال بنی اسرائیل آباد کرده بودن یک قریه که قوم داود علیه السلام است
در لب بحر است. روز شنبه روز تعظیم از واست، روز عبادت، مثل که جمعه روز عبادت ماست. الله متعال از روز یک شنبه شروع خلقت دنیا را شروع کرده و در روز جمعه تکمیل شده. روز شنبه خالی است. یهود شنبه را برای خود روز عبادت تعیین کرد و نصارا یک شنبه را. اما روزی که قابل عبادت بود که تکمیل انسان شده، انسان به وجود آمده و دنیا در خدمتش تیار شده، روزی چیست؟ جمعه. از او خاطر الله این هدایت فطرتا در امت اسلامی انداخته بود. جمعه بهترین روز است که برای عبادت خاص شده. وام برای خود روزای عبادت خاص داشتن، خو الله مورد امتحان قرار میداد. چونی قوم دیگه کسب و کارم نداشتن، کلی کسب و کارو همه آمدنیش از شکار بود، شکار ماهی. روز شنبه که میشد این ماهی آنقدر زیاد میشد که دریا روی دریا را یک دم ماهی میگرفت. چی کردن؟ آلی به این خاطر که دلشان طاقت نمیکرد، گرفتن در لبای زمینای خود چقوری را کندن، چهارا آبی دریا را الا کردن که ماهی زیر بیفته پس بالا شده نتانه، یا کندا را انداختن، جالا را در روز شنبه مینداختن، باز روز یک شنبه بیرون میکردن. این را میگه ایله کردن برای ساقط کردن حکم الله. چی؟ تو را الله مکلف کرده که اینی حکم انجام بده، باز تو ایله برش بکو که اینی رقم از خود چی میکنم؟ ساقط میکنم شه. این طور ایله که حکم الله را سر ساقط میکنی، این حیله نارواست، حرام است. یکی ایله برای عملی کردن حکم الله است. پیغمبر علیه السلام وقتی دید که صحابه را دید که خرمای بیکاره را یک سیر میده در مقابل نیم سیر خرمای خوب، رسول الله گفت که سود است، جنس مجلس تبادلک امرای زیادت این سود می باشه. منع کرد، گفت این یک سیر خرما را بفروشه به پیسه، با سری و پیسه نیم سیر خرما را بگیری. اما پیسه با خرمای خوب چی میشه؟ نیم سیر میشه. پیغمبر این ایله را به خاطر چی میکنه؟ که حکم الله مایده نشوه، حکم الله چی شوه؟ عملی شوه. ایوب علیه السلام سیاستش وقتی که آمد پیش ایوب علیه السلام، ابلیس لعین آمده بود در پیشش، برش گفته بود که این شوهرت خو جور میشه، لیکن به شرطی که یک بزغاله را به نام حارس بکشه، یا عبدالحارس، یا اولاد اگر پیدا شده عبدالحارس بمانه. یک گپ شرکی را ابلیس لعین برای سیاست ایوب علیه السلام گفته بود. سیاست ایوب علیه السلام من حیث تذکره و یادآوری همی گپ یاد کرد، منظورش نبود که عملی شوه، خب بریزی یادآوری کرد. ایوب علیه السلام قسم خورد که من تو را 100 چی دوره میزنم. زن خو گناهکار نبود بیچاره، چرا دوره خورده شوه؟ او خو محض یادآوری کرده بود. ایوب علیه السلام از دستی که غضب به خاطر شده بود که تو در خاندان نبوت کلان میشی، باز هم اینطور کلمات شرکی را در پیش روی ما تذکره میکنی. الله متعال برش حیله مقرر کرد که شاخ را بگیره که 100 دانه شاخچه داشته باشه، یک دفعه بزنه، قسم ایوب علیه السلام چی میشه؟ پوره میشه. این برای از اینکه حکم الله مایده نشوه، حکم الله عملی شوه. این طوری حیله در قرآن آمده. او مخصوصی کی بوده؟ ایوب علیه السلام هم بوده. یوسف علیه السلام برای گرفتاری برادر خود ایله کرده، جام در بار مانده، بعد از اون نفر روان کرده که الله جام دزدی شده. این به دستور الله، به دستوری کی؟ الله برش گفته بود. اولی اینجا چطور ایله هاسته؟ ایلهی که ما میکنیم، ایله اسقاطی که ما میکنیم که مرده میشه و بعد از او پندکی پیسه میره، قرآن کریم هم در سرش است، او را به فقیرا داده رایسته که در عوض فدیه نمازای ازی دادم به تو بخشیدم. او میگه من قبول کردم، پس در وارث مرده بخشیدم. او میگه من این را باز نمیفهمه خو این ملایشان که من را چطور قبول کردم. این یک نکته است باز من براتان میگم به خاطر که وا خودشان حالی نفهمه. بگویم چه؟ در فقه ای طور است، در دادن چیزی وکالت صحیح میشه. چی میشه؟ که وکیل بگیری. لیکن در قبض کردن وکیل صحیح نمیشه، رسول صحیح میشه. چی میشه؟ در فقه می طور ذکر کرده. از همون خاطر وقتی که این مردکه میگه این مال مرددار خودش ایله اسقاط نمیکنه، نه که من در عوض نمازهای فلانی قریبم به تو بخشیدم، که فقیر بگه که پس به تو بخشیدم. فقیر که وقتی ملا مال داد به فقیر که این در عوض فدیه نمازهای فلانی بخشیدم، اول اینمی ملا ازی مرددارش سوال نمیکنه که مال از کی است، مرا مالکی مال گردانی ده یا نه، که من برای وکیلی تستم دادن یا نه. باز در پس گرفتن
بگوی رسولی تستم یا نه؟ ایره نمیگه، نمیفهمه. فهمیده؟ اینجا قیداسته. وقتی میگه پارم ذکر میکنه قیدا داره. از همون خاطر من میگم تو به مو شرایطی که فقه تو ذکر کرده ایلاره اگر تو انجام داده تانستی بیشک من میگم ملاستی، نمیتونی به مو شرایط. خو خیر بر ترتیب حال مرده افتاده. این مرده که الله ما را مکلف ساخته بود که نماز بخوانیم یعنی که ساقط شوه، روزه را بگیریم یا ساقط شوه، زکات بدیم یا ساقط شوه. الله ما را چرا مکلف کرده بود که بگیریم؟ نه، از همون خاطر جنت و دوزخ سر میگه پا مرتب میشه نمیشه که اگر انجام داده باشیم الله جنت بده، اگر نداده باشیم در دوزخ میبره اگر الله نخواه. خیر مولا صاحب که میتونه میایه قطع یک قرآن کریم و 1 لک روپه یا چند روپه کلی مکلفیت های تو را فارغ میسازه، ذمه‌واری های تو یک کشان باقی نمیمانه، از فرض و از واجب و از نذور و از کفارات و از قسم و از کلگی این را فدیه برات داد. تو حالی بری و پاک شدی یعنی که قرضا سر دینای الله سرت است، پاک شدی، پاک برو بخیر برو جای جنت است. من میگم که مردم چرا خیلی اسقاط محکم گرفته یا خوی قدر فایده را دیش دیده. ببینه ملاهای ما قطع الله نعوذ بالله مقابله میکنه. الله میگه که من بنده های خودم مکلف میکنم که اینی چیزا رو انجام بده، ملاهای ما میگه نه الله تو مکلف میکنی من ساقط میکنم. الله تو مکلف میکنی خب من چی میکنم؟ من در مقابلی هستم. خب ایره بری ذمه برات روان میکنم اونجا. ببینه چقدر حالت خراب است. یکی. دوم من قرض دارم سری تو 1 لک روپه، 10,000 افغانی را برای من دادی، مرا گفتی که مولی صاحب میره 10 دفعه تا بالا میکنیم، 1 دفعه میدی 10,000 افغانی را دادی برای من، پس بری تو میبخشم، باز تو 10,000 دادی، 10 دفعه می کار کردی، آخرم 10,000 در جیب خود بمانی. مرا میگی که مولی صاحب 1 لک روپیه قرض چی شد؟ خلاص شد. کسی در عمر می کار کرده او قبول هم داره می طور کاره؟ خیلی خوب، عجیب است. شما این ایلا را ببینید. خو از کجا کدی ایرا؟ این مرده ها زیاد شده یا کم شده؟ در زمان پیغمبر هم مرده بود یا نبود؟ خب شما چی عقیده داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عملی که سبب نجات آخرت یک امتیش میشه، یک عملی که سبب نجات امتیش میشه، رسول الله اینطور عمل گفته باشه، بیان کرده باشه یا نکرده باشه؟ اگر اینطور عمل که سبب نجات ما در آخرت میشه و ذمه ما مکمل خلاص میشه، حتما رسول الله ما را که یک حرف ده نیکی داره امورم برای ما بیان کرده نه؟ طریق استنجا را بیان کرده یا نه؟ بیان کرده. این را خود حتمی بیان میکرد. کجاست؟ بکشه برای ما. بعد از پیغمبر دور صحابه کرام است، مرده ها شده یا نشده؟ برو دور صحابه میگیم ما صحابه بود، مردم نیک بود. بعد از او تابعین آمد، دور تابعین آمده. امی تابعین مرده شده یا نشده؟ امی الاسقاط در مجمعه و ملأ عام صورت میگیرد یا 1 نفر و 2 نفر در اتاقه که علایده پرت انجام میده؟ در ملأ عام در جنازه صورت میگیره. هر کاری که در ملأ عام باشه او را هر کس خبر می داشته باشه، 1 نفر هر کس خبر می باشه. از تابعین نقل کنه برای ما 1 مورده. تابعین هم بگذار، تبع تابعین، از تبع تابعین نقل کنه برای ما که 1 مورده یا برای ما نشان بده که می کار کرده. میگه قرآن عمر رضی الله عنه دور داده، خو حدیثش در کجاست؟ فتاوی سمرقندی. او بدبخت توی قدر نمیفهمی. اور در منډی پیدا میشه در لیسه مریم خو بگه کالاگکا اشتکانه است. اینطور چرا میگی؟ حدیث در فتاوا، حدیث در کتاب حدیث حواله بده که در فلان کتاب حدیث فلان حدیث آمده، سندش بیان کو که موجود است یا نه. این کار که شده باشه خو این قدر حدیث ها می آمد که پرسان نکو، این قدر حدیث ها می آمد که هیچ پرسان نکو. خو ملا صاحب خوب چل یاد داره، والا بسیار خوب چل یاد داره. پیسه
بگه کارتی تانه از زمین جا میکشه، ازاری را در جیب میزنی، بازو دیگران را چند میده، بگه 50 روپا. او تو ملا صاحب راستی تا بگو، اگر امی حق باشه گردنیت بسته دمی علقه کشیشتی، سرت بالاست یا پایین؟ زمین همی کو یا نه؟ خو او طرف چیخ میزنه ثواب داره. آجی صاحب خیر بیا تون بشی، نه ثواب داره. ملک صاحب تون بشی، مدیر صاحب تون بشی که ثواب داره، میشی نه؟ عیب میدانه ایرا. چی میدانه؟ عیب میدانه. نکنه مردم تبا نکنه، مرده را جنازهش تاخیر نکنه، دین از خود نکشه، مردم در بدر نکنه. شما باور به الله بکنه، به یک حیله ساختن. الله متعال یا بنی اسرائیل شادی جور کرده، شادی ایله جور کردن در حکم الله. چرا ایله جور کردن؟ در حکم الله ریشخندی کردن. الله اینطور حیوان جور کرد که همون حیوان هم خیلی ایله‌گر است. در کل حیوانات حیله‌گر حیوان چیست؟ شادی است. یا حیله کردن از این معلوم میشه که هر کسی حیله میکنه. حالی هم گیروی گرفته، باز چی کرده؟ خانه 20,000 را چی میکنه؟ بگه 1,000 کرایه مقرر کرده، خانه را گیرو کرده، 2 لک روپه داده، خانه است هر ماه 20,000 کرا، 1,000 را چی کرده؟ کرا مقرر کرده. چی میگه؟ به خاطری که برای ما سود نشوه. تو سری حکم الله دیگه هم ریشخند کردی. 19,000 افغانی به خاطر همین 2 لک برات مفاد میایه یا نمیایه؟ اگر همین 19,000 افغانی را از خودی از او میگرفتی، سود میگفتی، از خودی نفر، حالی که از خانهش میگیری، سود نیست؟ کرایه خانهش هم میگیری، این سود نیست؟ خودی دش میشینی 19,000 پسنداز شده، این سود نیست؟ ایله ها در دین نیسته. ایله جور نکنه که نعوذ بالله الله مسخه میکنه انسانه. اینجا واره مسخه کرده بود. ایله اسقاط امروزی ما عیناً چی هسته بگوی؟ اینمی قسم حیله است. الله رحم بکنه. دیگه تشریحش سبا میکنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب